دعوتگران به سوی جهنم. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به سوی آتش فرا می‌خوانند و روز قیامت یاری نمی‌شوند. تهیه کننده خالد انصاری، مجری حسن شمرانی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. عرض سلام و ادب به شما بینندگان ارجمند در سراسر جهان دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید به برنامه افشای دعوتگران به سوی جهنم که متاسفانه این دو روز اخیر برنامه زنده نتونستیم اجرا کنیم. دوستان عزیز، آخرین برنامه درباره نقد شبهات رافضیان در روز پنجشنبه بود. جلسه بود درباره چندین روایاتی که آخوندهای رافضه، آخوندهای شیعه، مدعیان تشیع میارن از کتب اهل سنت، چون با روایات های از کتب اراجیف باف خودشون ما مسلمان‌ها طبعا کاری نداریم و حجتی هم نیست بر ما. ولی یکی از ادعای بزرگ مکتب رفض و خرافات یعنی تشیع این استش که این اعتقاد خرافی امامت و ولایت که هیچ جایگاهی در قرآن نداره، بلکه حیز زن و خود سگ در قرآن به شکل خیلی واضح‌تر مطرح شدن، این امامت و ولایت 12 امام رو، این نکته بسیار مهمه، ولایت و امامت 12 امام، این رو میگوین میشه از کتاب خود مخالفین یا به قولشون عامه، چون که خودشون رو مثل یهودیان خاصه میدونن، از کتاب اهل سنت، یعنی میشه این رو ثابت کرد که مسلمانای جهان گمراه هستن، چون که مثل این فرقه کوچیک ضاله تشیع بعد از پیغمبر 12 امام رو پیروی نکردن، مطلقاً فقط این 12 امام رو، و میگوین این امامت و ولایت این 12 امام از کتب خود اهل سنت ثابت میشه. این در روز پنجشنبه قبلی اولین جلسه بود که امروز ادامه این جلسه خواهد بود. این مقاله هم از خود مؤسسه تحقیقی ولی عصر یعنی عجل الله تعالی فرجه الشریف آقای قزوینی می باشد. وبسایت ولی عصر وبسایت مشهور این هاست که اونجا این مقاله رو گذاشتم. ولی خب یک جنبندی خیلی بهتری و درباره این روایات هایی که تا حال بررسی کردیم و این وبسایت و این مؤسسه آقا قزوینی و اصلا قضیه ها چیست، این پاسخ به اصطلاح به یه تحدیه، پاسخ آخونده به تحدی اهل سنته. همه این چیزها رو استاد عزیزمون و برادر گرانقدرمون استاد خالد انصاری به شما دوستان عزیز انشاءالله توضیح خواهم میدن. استاد خالد، من از اینجا به شما سلام عرض میکنم، انشاءالله که صدای ما رو بشنوید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. و علیکم السلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على النبي المصطفى المختار. اللهم صل عليه وعلى المهاجرين والانصار وجميع آل و صحبه الاخیار. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز. خب ما پاسخ دادیم به این 5 روایتی که آقایان استدلال کردن از کتب اهل سنت. به 3 روایت اول جواب دادیم در جلسات گذشته که کمبود وقت بود و به این 2 تا آخر نرسیدیم. اون چیزی که میشه بیان بکنیم اینه که روایت سوم که کاملا باطل بود، یعنی روایتی که حضرت پیامبر به اسراء میره و در اونجا خداوند بهش میگه که علی نمیدونم امام مسلمین، امام متقین و قائد غر المحجلین هست و ثابت کردیم که این روایت کاملا باطل هست. اینها استدلال کردن به روایتی باطل و پوچ. 2 روایت دیگر هم که روایت اول دیدیم باز دستکاری شده توسط خود راوی که خود شخص شیعی بوده و اونجا کلمه یعنی من بعدی رو قرار داده و که در روایات دیگر چنین چیزی وجود نداره. روایت دوم هم که علی اولا بکم
من بعدی اون رو هم جواب دادیم و گفتیم که هیچ حجتی برای آقایان در این مسئله نیست. چرا؟ برای اینکه اولا بودن به این دلیل نیستش که یعنی اون شخص مانند پیامبر صلی الله علیه و سلم است در همه موارد، بلکه حتی اولا بودن پیامبر صلی الله علیه و سلم هم حکومت و خلافت نیست، بلکه منظور این استش که ما باید حرف پیامبر صلی الله علیه و سلم رو بر حرف خودمون چه ارجحیت بدیم. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم هر کاری که مثلا به ما گفت یا دستور داد ما رو باید چه انجام بدیم و قبول بکنیم، حالا چه از سنت باشه، چه از نصایح باشه و هر چیز دیگری. و النبی اولا بکم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواج امهاتهم. آقایان آخوندهای عمام بسر، هرگز فکر نکنید که اینجا اولا به معنی خلافت هست، یعنی حرفی که احمق ها میزنن، بلکه منظور اینجا این استش که پیامبر صلی الله علیه و سلم قول و فعلش و دستورش بالاتر از هر چیز دیگری هستش. و مسئله دیگه این که در تمام این روایات اگر بر فرض مثال اون چیزی که آقایان برداشت میکنند به اون صورت نتیجه بگیریم، در تمام این روایات فقط خلافت یک نفر ثابت میشه و اون هم علی ابن ابی طالب هست رضی الله عنه. اینو ببخشید استاد خالد، این باز معذرت، این نکته یک دوستی به یادآوری کرد به ما، شبیه این عاجز بودن کشیشان و دیانت مسیحی، دیانت مسیح پرستی یا به اصطلاح مسیحیت می باشد، چون که بیشتر چیزهایی که از کتاب مقدس بلخص عهد جدید میارن درباره اثبات الوهیت خدا بودن عیسی و عیاذ بالله، بیشتر این چیزها ولو اینی که آدم اونها رو قبول کنه، اون نصوصی که میارن که ثابت بکنن عیسی خداونده، همیشه درباره پدر و پسر صحبت میکنه نه روح القدس. و جالب اینه رافضی هم بیشتر نصوصی که میارن که به زعمشون ظاهرا خلافت و امامت و ولایت حضرت علی رو ثابت میکنه، یعنی میخوام بگن شیعه بر حقه، فقط درباره حضرت علی صحبت میکنه. این فقط این نکته که تشابه به ما در هیچ روایتی نداریم، یعنی روایاتی نداریم در کتب اهل سنت، ولو روایاتی که بسیار ضعیف باشه مثل روایت همین قائد غار المحجلین که مثلا اونجا اسمهای 12 امام آمده باشه، اصلا نیست در کتب اهل سنت. به این دلیل اینا به هیچ وجه نمیتونن روایتی بیارن که مثلا اهل سنت باشه مثلا در اثبات امامت جعفر صادق یا محمد با وجود نداره چنین چیزی. اینا بس بنابراین مجبورن همین روایتی که در مورد حضرت علی هست. خب بر فرض این روایت همه صحیح، این چیزی که شما میگید درست، خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که علی رضی الله عنه خلیفه است فقط، تمام. بقیه 11 نفر دیگر چطور خلیفه میشن؟ خب اگر بگیم از طریق شورا، شما که معتقد به شورا نیستید، درسته؟ بله. اگر بگیم از طرف نص الهی، خب این نص الهی در قرآن باید باشه دیگه، در مصحف فاطمه و جفر که نباید باشه، در قرآن باید باشه. خب در این چرا؟ برای قرآن میگوید که تبیانا لکل شیء و کل شیء فصلناه تفصیلا، هر چیزی رو مفصل، یعنی هر چیزی که برای دنیا و آخرت و اعتقاد شما هم برای شما مفصلا بیان کردیم. خب میبینیم در قرآن هم چنین چیزی نیست. خب در سنت پیامبر هم یک روایت وجود نداره که اسم اینها وجود داشته باشه، حتی در روایات خودشون هم نیست. همون لوح فاطمه هیچ سندی داره؟ اگر بر فرض مثال این همه روایات صحیح میگویید که موجود هست برای این مسئله، خب چرا اختلاف شد بعدا؟ همونطور که ما از صفحه اول فرق الشیعه نوبختی رو تا صفحه آخرش خوندیم، چقدر اختلاف شد؟ سر چی؟ سر وضو، سر تیمم، سر زکات، سر اصل دین. جالب اینه، سر اصل دین که همون امامت هست. خب الان همین یمانی هایی که جدیداً پدیدار شدن و با اینها مناظره کردن و شکستشون هم دادن، چی میگن؟ میگن آقا اصلا حجت ابن الحسن این در کار نیست، احمد یمانی، امام حسن الیمانی، احمد حسن الیمانی، این اصلا معتقد نیستن به حجت. و چقدر همه روایات میارن از کتبشون، چرا؟ برای اینکه اونها اخباری هستن، مثل اینها نیستن. البته اینها هم هستن، چون مذهب شیعه مذهبی هست اخباری، مذهب قرآنی نیست. یعنی مذهب شیعه اینو باید مردم بهش توجه بکنن، مذهب قرآنی نیست. یعنی شیعه نمیتونه هرگز احدی از اصول خودش رو از قرآن ثابت بکنه، نه عقیده بدار و نه
رجعت و نه نمیدونم امامت و نه نمیدونم، همه اینها مسائلی هستش که در اخبار آمده. اینها هم اخباری هستن ولی اخباری در بین خودشون، نه در، یعنی چرا؟ برای خب اینا تقیه میکنن، مثلا هر جایی که مثلا به دردشون نخوره میان میگه نه او اینجا مجهوله و فاسد العقیده در اسنادش هست و الی آخر. اما اونجایی که صحبت از امامت ولایت، ولو اینکه حدیث باطل اندر باطل باشه، به اصلا کار ندارم بهش. شاید بر استاد خالد یکی از بزرگترین دلایل برای حرف شما همین تقدیس کتاب مقدس آخوندهای رافضی میشه، همین نهج البلاغه که همشون میدونن اکثریت روایات ها اصلا سند ندارد و یا اینکه سندشون ضعیف و موضوع و غیره، و با این حال تا حدی تقدیس میکنن این کتابو که میگن برادر قرآنه. بعد با وقاحت با پررویی میان میگن مسلمونا با صحیح بخاری افراد کردن. صحیح بخاری همه چیز صحیحه. تا حالا مسلمونی بود که بگه صحیح بخاری برادر قرآنه؟ ولی اعوذ بالله. با اینا هم نهج البلاغه رو برادر قرآن کردن، صحیفه سجادیه رو خواهر قرآن کردن. حالا پسر خاله قرآن ما دیگه نمیدونیم کیه، ولی به هر حال تا برادر و خواهر اینا رسیدن و میدونن بیشتر روایاتاش سند نداره استاد خالد و بینندگان، ولی چون که خب به نفعشونه تقدیسش میکنن. ولی اونجایی که شما مثلا در همین برنامه یا بقیه علما و اساتید اهل سنت روایت میارن که باطل میکنه مذهبشون، یهو چیز میشن، اهل حدیث میشن، یهو میگن این حدیث ضعیفه، یه راویش توش مجهوله، با اینی که تمام راویان اینا مجهول هستن، اکثریتشون مجهول هستن و کذابین هستن. از بزرگترین راویشون که دیگه این فکر کنم باید ساعت‌ها برنامه انشالله اجرا کنیم درباره زراره بی تربیت بی فرهنگ بعد بهش گفت. اوتی که از بزرگترین راویان این مذهب که لعنت شده است. بله بفرمایید استاد. خب حال میریم برای روایت چهارم. میگوید که روایت چهارم علی ولی کل مؤمن بعدی. بعد اینجا اومدن گفتن که یکی از روایاتی که ولایت مطلق امیر مؤمنان و جانشینی بلافضل آن حضرت ثابت میکنه، روایت علی ولی کل مؤمن بعدی هست که به روایت ولایت مشهور شده است. همینجا ما یک استوپی بکنیم ببینیم چه خبره. میگه یکی از روایاتی که ولایت مطلق علی رو نشون میده همین علی ولی کل مؤمن بعدی هست. حالا ما یه سوال میپرسیم، وقتی که حضرت علی رضی الله تعالی عنه خلیفه شدن بر کیا برادر؟ بر مؤمنین؟ در نزد رافضیان، در همونطوری که اگر یادتون باشه استاد خالد و بینندگان کلیپی گذاشته بودیم از این حجت الفساد پناهیان، میگفتش که حضرت علی، میدونید که در نهج البلاغه این روایتی هستش که مردم میان به سوی حضرت علی، دوستان حتما میشناسید همتون، و انکار میکنه، قبول نمیخواد بکنه. بعد این آخوندا بعد اینو ماستمالی بکنن، اینجوری توضیح بدن. میگفت این آخوند، اگر یادتونه دوستان عزیز، میگفتش که چرا اینو نپذیرفت؟ چون مردم آمادگی ولایت رو نداشتن. بله حالا یک نکته است. نکته دیگری که آیا نه اینکه اینها میگن بعد از ماجرای سقیفه همه کافر شدن الا 3 تا کافر شدن الا 3 تا. بله. خب پس وقتی که پیامبر میگه علی ولی کل مؤمن بعدی، یعنی چه؟ یعنی وقتی حضرت علی به خلافت رسید، خب آیا پیامبر آیا مردم اون زمان مؤمن بودن یا مرتد شده بودن؟ مسلما مرتد شده بودن. خب این یک طریق. یا لا حتی اقل ببخشید استاد خالد، ولی اینی که یه کسی اعتراض کنه بگه نه کافر نشدن، ولی هر شیعه‌ای بر اساس اعتقادش باید بگه که مؤمن نبودن، چون در دیانت شیعه کسی که به امامت اعتقاد نداره مؤمن نیست. بله احسن. خب علی، پس پیامبر صلی الله علیه و سلم نمیتونه اینطور گفته باشه که آقا فقط حضرت علی خلیفه این 4 نفره، یعنی سلمان و مقداد و عمار و ابوذر، این 4 نفر. خب اینم که نمیشه. خب ما میخوام بیان بکنیم که حالا همین روایت رو بعد میریم به طریق سندش هم میرسیم، اما ابتدا میخوام معنی ولی رو استخراج بکنیم که اینجا چیه. آیا منظور خلافت، حکومت یا نه؟ خب علی ولی کل مؤمن بعدی، آیا اون زمان هم مؤمن بودن همه مردم؟ خیر، مؤمن نبودن. چرا؟ برای اینکه اعتقاد نداشتن اصلا به ولایت بلافصل علی منسوب من الله. چرا؟ برای اینکه شما معتقدید که این روایت داره همون امامت منسوب من الله رو چه ازش صحبت میکنه. و خب اونا هم که رفته بودن بیعت داده بودن با ابوبکر و عمر و عثمان و هرگز اعتقاد نداشتن به ولایت منسوب من الله، یا اون اعتقادی که خود شیعه داره
مثلا یا میخواد به زور استخراج کنه از بعضی آیات قرآن با تفاسیر علمی یا بعضی احادیث. از این ولایت چی هست؟ این میده الا این که نکته جالبتر این که سوال آیا وقتی پیامبر حضرت علی رضی الله عنه به خلافت رسیدن در یعنی این حکومتی که کردن، خب دنیای اسلام اون زمان یکم وسیع‌تر شده بود دیگه، یعنی فتوحاتی شده بود اینها، خب اون زمان مجوس زیر حکومت علی بودن، نصارا در شامات و یهود در یمن تحت حکومت حضرت علی بودن. خب حتی کسانی که اصلا بت هم میپرستیدن به اینها قبول نداشتن، اصلا نه نصارا و نه یهود و نه مجوس هم زیر حکومت حضرت علی چه بودن. درسته یا نه؟ این واقعیت امره. یعنی ما نمیتونیم بگیم ما مثلا آیاتی که فتح شده بود همه مسلمان شده بودن من ببرن، خیر، حتی همین خراسان تا زمان معاویه رضی الله عنه همشون زرتشتی مجوس بودن. تبرستان هم همچنین. تبرستان و گیلان که اونها اصلا خیلی طول کشید بعد. خب علی ای حال و حتی اگر اشتباه نکنم گیلان مثلا تا مدت‌ها اصلا اسلام رو قبول نداشته تا اینکه یکی از همین از زیدیه داخل میشه بر گیلان و اسلام رو اونجا رواج، یکی از فرزندان زید ابن علی، حالا دقیق نمیدونم. حالا این حال بحثمون حالا این نیست. پس ما میخوایم به اینجا برسیم که پس همه مؤمن نبودن در زمان خلافت حضرت علی و طبق روایت به اعتقاد شیعه اونهایی هم که باید مؤمن می بودن، یعنی کنتم خیر امت اخرجت للناس، اونها هم منقلب شده بودن. پس این حدیث اگر بخوایم به ظاهرش نگاه بکنیم یا بخوایم سوار بکنیم تفسیر میلی و باطنیمون رو روش، ببینیم که اصلا معنی نمیده. چرا؟ برای اینکه عرضه بکنیم به واقعیت معنی نمیده. پس این ولی کل مؤمن بعدی یعنی چی؟ مشخص میشه که این ولی هیچ چیزی نیست الا باز نصرت و محبت. چرا؟ برای اینکه نصرت و محبت هستش که دو نفر هم میتونن با هم دیگر داشته باشن. نیاز نیست 500,000 نفر مثلا یا یک نمیدونم کشور یا مملکت و ایالات مختلف بیان همه با هم جمع بشن تا این نصرت و محبت دو تا مؤمن چه رخ بده. خیر، خدا الله سبحانه و تعالی میفرماید که مؤمنین یعنی مذکرها و مؤمنات مؤنثها یعنی زنان و مردان مؤمن اولیاء یکدیگر هستن. پس از اینجا میفهمیم که چی؟ این که میگه ولی کل مؤمن از لحاظ معنی این ولی باز معنی چی میده؟ معنی نصرت و محبت میده. اگر غیر این بود میبینی که با واقعیت جور در نمیاد به هیچ وجه. خب بعد این از لحاظ معنا. پس تا اینجا فهمیدیم که معنای ولی در اینجا اصلا خلافت نیست. بر فرض مثال هم خلافت بود، این دلیل نمیشد به هیچ وجه که حضرت علی منسوب من الله است. چرا؟ برای اینکه با این لفظ، یعنی ببینید این لفظ خیلی خفی جلی نیست بلکه خفی اندر خفی هست و این داره که علی ولی کل مؤمن من بعدی. خب این کجا هستش؟ چه ربطی داره اصلا به امامت منسوب من الله؟ خب من یک کتاب دارم منازل الاخره، در اونجا روایتی را آوردم مثلا در مورد اینکه در اون دنیا مثلا تو قبر و اینها چه اتفاق میفته و مسائل. خب یکی از اون چیزها، حالا کتاب در دستم نیست و الا اون رو از روش میخوندم، ولی اون چیزی که در حافظم هست از صدوق روایت میارن، میگن که روی پل مثلا صراط که شما میستید، تنها چیزی که شما میتونید از اون رد بشید و نیفتید پایین از اون پل ایمان و ولایت علی هستش و نه فقط برای مسلمین بلکه آقای صدوق میگوید برای همه جهانیان، یعنی همه رو از مجوس و نصارا و یهود و دیگه شیعه و سنی و دیگه آمریکایی و آلمانی و فرانسوی و ژاپنی و چینی و نمیدونم هر جا، جامائیکا و همه روی اون پل می ایستن. خب بعد آیه هم میاره وقفوهم انهم مسئولون، اونها رو اونجا نگه میدارن برای اینکه باید سوال بشن، مسئول هستن. خب چی سوال میپرسه ازشون آقای صدوق؟ سوال میپرسه ازشون از امامت و ولایت علی فرزندانش. اگر قبول داشتن در زندگیشون که مثل برق از اونجا رد میشن، اما اگر قبول نداشتن با سر میافتن توی آتش. خب
این اعتقادات رو که شما دارید آقایان عزیز، چطور شما میتونید با علی ولی کل مؤمن بعد این رو جور بیارید؟ پس یه چیزی بالاتر از این میخوایم، جلی‌تر از این میخوایم که اون چیز هم باید در قرآن باشه که اصلا در قرآن وجود نداره چنین چیزی، اصلا چنین خزعبلات و محملاتی در قرآن اصلا نیست و این هم یکی از معجزات قرآن هست. خب بعد در اینجا میبینیم که آقای قزوینی یا حالا هر کسی که مقاله نوشته فوری میان چی رو میارن؟ قول ابن تیمیه رو میارن. من نمیدونم اینها با امام ابن تیمیه رحمه الله چه مشکلی دارن یا پدرکشتگی دارن که فوری میارن قول ابن تیمیه رو. حالا ما قول ابن تیمیه رو از اینجا میخونیم، سپس بعد ثابت میکنیم آیا فقط این امام ابن تیمیه که این حدیث رو نقد کرده یا نه بزرگان دیگری هم این رو نقد کرده. میگه قوله هو ولی کل مؤمن بعدی کذبون علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. بله اینو من استاد خالد یه لحظه فقط اینو نشون بدم. این مقاله آقای وبسایت آقای قزوینی هستش، ولی اصل که روایت چهارم علی ولی کل مؤمن بعدی. خب اینم قول ابن تیمیه. بفرمایید استاد خالد. بله میگه که امام ابن تیمیه رحمه الله میگوید که این حدیث از پیامبر که میگه علی ولی هر مؤمنی بعد از من دروغی است بر رسول الله. خب بعد میگه برای روشن شدن ما حقیقت ماجرا و اینکه چه کسی دروغگو است و پیامبر خدا دروغ میبندد، ما اسناد حالا نوشتن این روایت رو در منابع اهل سنت به صورت فشرده بررسی میکنیم. خب حالا بعد اومدن طرق این روایت رو مثلا بر ما بررسی کردن از طریق عمران بن حسین و دیگران. علا ای حال حالا ما میایم اینجا به بررسیشون جواب میدیم. ما پس ابتدا چیکار کردیم؟ اومدیم معنی رو بیان کردیم. بله که آقا معنی ولی چی میتونه باشه. حالا میریم در اسنادش. خب گفتیم که مسئله هو ولی کل مؤمن صحیح هست. این رو تا اینجا صحیحه. بله هو ولی کل مؤمن صحیح هستش و ثابته. و اینکه ابن تیمیه هم میگه هو ولی کل مؤمن نمیگه که ببینید کی داره به ابن تیمیه دروغ میبنده. اگر ابن تیمیه میگه و هو ولی کل مؤمن و سپس اینجا مینوشه این دروغ هست بر پیامبر، یه چیز تیمیه میاد چی رو مینویسه؟ میگه هو ولی کل بعدی یا میگه اون هستش که بر پیامبر صلی الله علیه و سلم دروغ هستش. خب الا ای حال پس گفتیم که هو ولی کل مؤمن تا اینجا حدیث صحیحه. مشکلی که هست در بعدی هست. چرا؟ برای اینکه بعدی باز تفسیر به میل راویان شیعه هست مثل روایت اول و اصلا از خود حدیث نیست. چرا؟ برای اینکه جعفر ابن سلیمان ضبعی با اینکه صدوق هم بوده، خود قزوینی هم اینجا خیلی دست پا زده که بگه این صدوق هست. بله ما میدونیم آقا این صدوق و شیعه راستگو بوده و شیعه بوده، از البته چیزهای نادری که در میان شیعه پیش میاد. فلا یحتج، یعنی چه؟ یعنی اینکه این شخص جعفر بن سلیمان ضبعی که راستگو هست و شیعه هم بوده این روایت رو آورده. یعنی چطور؟ یعنی با لفظ بعدی آورده و ما احتجاج هرگز نمی کنیم به این مسئله، یعنی این بعدی رو قبول نمی کنیم. چرا؟ برای اینکه این بعدی فقط روایت شده هست از طریق دو تا راوی شیعه که یکی از همین راوی ها جعفر بن سلیمان هست و به این دلیل که خب این معتقد هست به این مسئله امامت، معتقد هست به این چیزها و مسلما این روایتی که در دستشون میاد مانند همین قزوینی و دیگران چیکار میکنن؟ به عقیده خودشون تفسیر میکنن و میان چیکار میکنن و در احادیث هم درج میکنن یا همینطور که میخوان احادیث رو ذکر بکنن برای دیگران با تفسیر خودشون ذکر میکنن، طوری که دیگه سالها بعد، حالا 1000 سال بعد که از ماجرا میگذره، کسی که ظاهر روایت رو میخونه فکر میکنه که این بعدی هم چه از خود روایت هست، در حالی که چنین چیزی نیست. خب بعد میبینیم در ادامه بله. خب یعنی استاد خالد طبق معمول برای ما این آخوندها به جای اینکه میتونن کارو خیلی ساده بکنن، چند تا اقوال متقدمین معاصرین از علمای حدیث اهل سنت بیارن و اگر واقعا محققا نشون بدن به مردم مثلا
این نظر اهل سنت درباره صحت کل این حدیث، انتقادشون. ولی میان برای ما اینجا طبق معمول، اینم فقط با کلمات قلم به سرنبه که مثلا چیزه نشون بدن که مثلا علمیه این مقاله، میان برای ما اینها بعد آخونده میان برای ما بر اساس سند میکنن. انگار که مثلا مجلسی بر اساس در مرآت العقول بر اساس سند کافی رو کرده، همین مجلسی صفوی مولا باقره، اگر مثلا اون تحقیق کرده بعد مثلا شما بیاید در این شبکه یکی از علما اهل سنت امروز بگه که نه اون اونجا اشتباه کرده، خب شیعه بیاد حرف اهل سنت رو گوش بکنه درباره تحقیق احادیث خودشون. یعنی اینم یکی از این فریبازی اینهاست که انشالله شما برای ما نشون بدید که یک نکته است. مثلا همین جعفر ابن سلیمان ذبیحی می‌بینیم که شما اینو پیدا بکنید در همین تحقیق قزوینی، می‌بینید که در اونجا آورده قول ابن حجر رو، قول فلان آقا این شیعه بوده یا مائل به شیعه بوده، زاهد بوده، راستگو بوده و الی آخر. بعد ممکنه بیان بگن که خب آقا این دیگه حدیث صحیحه دیگه. میگیم خیر، ما یک قاعده دیگر هم داریم. اون قاعده چی هست؟ قاعده این هستش که اگر احدی از اهل بدعت، ببینید اهل بدعت نمیتونن راستگو باشن. چرا؟ نمیتونن آدم خوبی باشن، نمیتونن زاهد باشن، نمیتونن نمازخوان باشن، نمیتونن روزگیر چرا؟ اما اهل بدعت هم هستن، یعنی یک چیزی رو به انجام بدن که فکر میکنن سنته ولی بدعته. ما که اهل بدعت رو تکفیر نمیکنیم یا نمیگیم اینا خارج هستن از دین. این کارو رو حافظیان رو خوارج میکردن در تاریخ. احسن، دقیقاً همینطوره. پس جعفر ابن سلیمان با اینکه زاهده، با اینکه راستگوه و شیعه، ولی اهل بدعته. خب چطور اهل بدعت؟ یعنی اینکه اگر بعد مثلا اونجا نوشته از روات مسلم و سایر صحاح سته هستیم، خب باشه همه اینها قبول، ما روایات اینا هم قبول میکنیم. مثلا روایات داره نمیدونم در چطور میتونم واضح تر بگم به صورت مختصر که قابل فهم باشه، یعنی روایاتش رو قبول میکنیم طوری که برای روایات شاهد باشه از طریق اهل سنت. بله، اون موقع روایات این رو هم قبول میکنیم. اما اگر یک راوی شیعی راستگو مثلا بیاد روایتی بیاره که روات دیگر اهل سنت که همه هم راستگو هستن و قوی هستن مخالف این روایت آوردن، دیگه توجه نمیشه به روایت این شیعی ولو اینکه از روات مسلم باشه. چرا؟ برای اینکه مسلم هم این رو به صورت منفرد قبول نداره روایتش رو، الا اینکه شهودی از اهل سنت براش وجود داشته باشه. اما اینو خب مساکین شیعه نمیدونن. قزوینی هم که این قاعده رو نمیگه در مقالهش، برای اینکه دستش رو میشه. یک مثال میزنم که واضح بشه. مثلا 10 تا 20 تا 30 تا 40 تا راویان بزرگ و قوی و راستگوی اهل سنت روایت کردن که پیامبر صلی الله علیه و سلم در وضو پاش رو میشست. درسته؟ دقیقاً. خب حالا یک جعفر ابن سلیمان راستگوی شیعی زاهد و از راویان مسلم و صحاح و سته و الی آخر میاد یک روایت منفرد میاره، یعنی فقط خودش فردن این روایت را آورده که پیامبر مس میکرد در وضو. خب حالا حکایت چیه؟ اهل سنت چیکار باید بکنن؟ اهل سنت 100% میرن دنبال روایت جمهور، نه روایت شاذ جعفر ابن سلیمان، ولو اینکه راستگو باشه، ولو اینکه نمیدونم زاهد باشه، ولو اینکه نمیدونم شب تا روز داره نماز میخونه، این که نشد دلیل. خب و اینجا جناب قزوینی اگر خوب گوش بدین میبینیم که روایتش قبول نمیشه ولو اینکه صادق باشه. چرا؟ برای اینکه داره نصرت میده به بدعتش. و ما روایات دیگری داریم از اهل سنت که بسیار زیاد هست که مخالف این روایت هست. بنابراین اهل سنت میرن دنبال کدوم روایات جمهور و نه روایت های شاذ و انفرادی منفرد. فکر میکنم که واضح بوده توضیحاتم. خب نفر دوم هم عجله هست که اون هم چیه؟ شیعه هستش. یعنی جعفر بن سلیمان و عجله هر دو از شیعه ها هستن و فقط این دو نفر هستند که این روایت رو با لفظ بعدی آوردند، این دوتا شیعه ها. و این ظن رو زیاد میکنه که چه؟ اینها کسانی بودن که این بعدی رو یعنی تفسیر خودشون رو چیکار کردن؟ سوار کردن بر حدیث. چرا؟ برای اینکه از طرق دیگر که امام احمد آورده و حاکم آورده، بعد امام احمد در 3 جا از کتاب خودش آورده، هیچ کدوم اینها با لفظ بعدی نیست، بلکه ولی کل مؤمن هست و بس. و می‌بینیم که شیخ الاسلام ابن تیمیه هم در این مورد هیچ دروغی
نگفتن، همون چیزی رو گفتن که دیگر علما گفتن. نگفتن که ولی کل مؤمن دروغ، گفتن ولی بعدی به این لفظ دروغ هست بر پیامبر صلی الله علیه و سلم. بعد میبینیم که این مسئله مخالف عقیده شیعه هم هست. چطور؟ آیا اینطور نیست برادر عزیز که اینها میگن پیامبر صلی الله علیه و سلم از همون ابتدای اصلا نبوتش امامت حضرت علی رو بیان میکرد؟ مملوه 300 تا آیه در قرآن فقط هست. و انذر عشیرتک الاقربین که در شعراء آیات انتهایی از پیامبر تمام عموها و عموزادگانش و عمها و خاله ها رو دعوت کرد. سپس گفت آقا خب اونا گفتن نتیجه این که به من هر کی ایمان بیاره بعد از من خلیفه من بشه. علی 3 بار اینو گفت و خلیفه شد. خب اون مرغ سرخ شده طیر مشوی که پیامبر صلی الله علیه و سلم روزی داشتن مرغ پخته یا سرخ شده بریانی میخوردن، یهو گفتن اصلا این در لفظ حدیث چقدر دروغ و کذب محض. یعنی خب پیامبر داشتن یک بریانی میخوردن، یهو میگه خدایا از میخوام که اون کسی که تو خیلی دوست داری این بیاد با من این بریانی رو الان بخونه. همون لحظه در باز شد، حضرت علی اومد داخل تهیه و 2 نفری خوردن. اینو میگن دلیل هست بر امامت به خلاف آیه مباهله و تطهیر و الی آخر. و حتی میگویند که نبوت پیامبر والعیاذ بالله در گروه ولایت علیه. یعنی چه؟ یعنی اگر پیامبر ولایت علی رو یعنی همین امامت رو نگه اصلا نبوتش هیچه. خب پس مسئله به این مهمی. پس این نشان دهنده این هستش که در زمان حیات پیامبر علی امام بوده. درسته؟ برای اینکه بارها پیامبر اینو گفته به مردم دیگه، مردم دیگه خنگ نیستن که یه بار 2 بار 3 بار همه میفهمن دیگه. در هر مسئله پیامبر اینو گفته علی امام علی. خب پس این من بعدی دیگه چی میشه اینجا؟ این تناقض میشه که در حالی که در زمان حیات پیامبر امامتش بوده. پس چطور این یعنی مسئله من بعدی بعدن، یعنی بعد از من چطور بعدن تفسیر میشه؟ این دوتا با هم چه میبینیم که تناقض پیش میاد. ولی خب چون همیشه اینها در حال پوست عوض کردن هستن و همیشه خب برای هر بار یک حجت و دلیل واهی میارن، اون دوتا راویان شیعه هم که داشتن این بعدی رو درج میکردن در روایت یا تفسیر خودشون رو سوار میکردن بر روایت، هرگز فکر نمیکردن که یک زمانی چنین مشکلی پیش میاد. خب بعد میبینیم که بله این هم در این مورد. پس ما آمدیم بررسی کردیم که این مسئله یا روایت ولی کل مؤمن تا اینجا صحیح هستش و ولی هم به معنای حب و نصرت، همونطور که در ابتدا بیان کردیم مسئله معنیش رو و عرضی کردیم به تاریخ و حقیقت. و اینکه من بعدی یا بعدی از اجلح و جعفر بن سلیمان آمده و این رو هم که قاعده اهل سنت در قبول کردن احادیث هم که مفصل در این مورد جواب دادم و فکر میکنم که واضح بوده باشه. خب این از روایت 4. پس میبینیم باز در روایت 4 هم هیچ حجتی برای آقایان نیست، نه صحبتی از امامت حضرت علی، نه امامت منسوب من الله، نه امامت 11 نفر دیگر. چطور با چه روی بعدم میاد مینویسید 5 روایت صحیح در اثبات امامت اهل بیت از کتب اهل سنت؟ خب بقیه اهل بیت کجا؟ اهل بیت که فقط حضرت علی نیست. این هم تناقض دیگر. خب بعد میبینیم که یک لحظه فقط بله حدیث بعدی بعدن حدیث قدیر هستش، حدیث آخر اگر شما بیارید. بله این که دیگه عید قدیر هم که بود بر اساس این حدیث عید هم میگیرن. بله استاد خالد درباره این حدیث قدیر، چون که ما الان اخیراً آخونده چون که فشار برشون داره زیاد میشه و مقاله اهل سنت هست، شبکه اهل سنت چه در اینترنت این مقاله چه این برنامه اهل سنت درباره قدیر که
همه حقایق قدیر خم رو روشن میکنه. چون که اگر یادتون باشه استاد خالد و بینندگان کلیپی گذاشته بودیم از این دلقک‌های این جمهوری اسلامی، چه از آخوند امامیشون چه غیر امامی، میان مسخره میکنن، میرن دانشگاه اهل سنت رو خیلی ساده جلوه میدن، میگن که اینها میگویند که در این هوای داغ، انگار که عربستان هم اصولا داغ نیست هوا، در این هوای داغ اومده پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم همه رو نگه داشته که بگوید این دوست منه. یعنی اگر یک دوست و برادر شیعه دقت بکنه، همه این روایت هایی که آخوندهای شیعه، آخوندهای رافضه از کتاب اهل سنت میارن و بر اساس اون بیان بگوین که بله این دال بر اینه که حضرت علی خلیفه است، از کتب خود عامه اهل سنت. بیشتر این روایت ها استاد خالد، مثلا این حدیث منزلت به قول خودشون، یا حدیث قدیر، فقط خود متن حدیث رو میخونن و ما که ندیدیم تا حال، ولی شاید اخیراً چون که این شبهات ها به قول خودشون زیاد میشه و بعد پاسخگو بشن، بیشتر فقط خود حدیث رو میخوان. مثلا نمیگوین که مثلا همین حدیثی که فاطمه تکه پاره بدن حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هست، همینطوری میگوین مقام فاطمه رو نشون میدن که درست حدیث صحیحه در بخاریه، ولی نمیگوین چرا حضرت پیغمبر اینو گفت. همینطوری حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم از خونه‌اش اومد بیرون اینو گفت، نمیگوین که این حدیث که صحیحه در واقع بر ضدش است، چون این رو پیغمبر گفتش، چون که حضرت علی خواستش دختر ابو جهل رو ازدواج کنه. یا حدیث منزلت هم همینطور که میگه مقام حضرت علی رو بیان میکنه، اون رو حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر عکس العملی، یک عکس العمل پیغمبر بود بر اعتراض حضرت علی، که ما انتقاد نمی کنیم از حضرت علی، ما نه ناصبی هستیم که به خاندان پیغمبر انتقاد بکنیم، نه رافضی هستیم که فقط دنبال اشکالگیری درباره اینی که صحابه چیکار کردن. ما فقط میگیم اعتراض کرده بود حضرت علی، چرا پیغمبر اونو گذاشت در مدینه، و بعد پیغمبر که دید ناراحته، حضرت علی ناراحته، بعد گفتش که این فضیلت رو براش بیان کرد، همون حدیث منزلت. و استاد خالد، آیا برای این حدیث قدیر که من مطمئنم بیشتر دوستان شیعه اگر شما الان توضیح بدید که این حدیث قدیر اصلا چرا پیغمبر این کلامو گفت، آیا اینطوری اهل سنت ساده هستن که میگن که بله هوا گرم بود پیغمبر رفت بالا این دوست منه، به قول اون یادتون باشه این دلقکا که میرن تو دانشگاه در این جمهوری به اصطلاح اسلامی میگن علاوی و اینا استهزا میکنن، تحقیر میکنن اهل سنتو. چرا؟ چون اولا که میدونن نه این دانشگاه که میرن که شیراز و در تهران و در مشهد میدونن بیشتر حتی کسی که علاقه داشته باشه، علاقه مندان درباره این مسئله درباره اعتقاد اهل سنت خیلی سخته در داخل ایران در مناطق شیعه دستگیری حتی وبسایت ها رو داخل این وبسایت ها بشه سخته، فیلتر شده است، وبسایت عقیده، اسلام تکس، همین تالار گفتگوی شبکه کلمه فیلتر هست، وصال حق وبسایتشون فیلتر هست، همه اینا فیلتر شده. پس خیلی اولا میدونن آخوندها مردم بررسی زیادی نمیتونن بکنن. قدیر خمو که بزنید در گوگل همه چی از این بیشترش از رافضیان میاد در زبان فارسی بدون شک. پس بنابراین استاد خالد، بنابراین مسائلی که الان آوردم درباره احادیث دیگه، آیا اینطور نیست که این حدیث قدیر هم که اینو انقدر گنده کردن تا حدی که بدعت داخل دین کردن، عید اضافه کردن به دین، عید قدیر، اصلا مسلمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم، امام جعفر صادق، هیچ کسی عید قدیر رو نمیگرفت. ما مسلمان عید قربان داریم، عید فطر رو داریم، هر جمعه هم یه عید مبارکه. عید قدیر رو به اسلام اضافه کردن این بدعتو و از اونم رفتم جلو. افراطشون حدی نداره. قلوب این آخوندا میگن عید الله اکبر، بزرگترین عیده. حالا استاد خالد مختصر قبل از اینی که داخل این متنش بشین و شبهات این آخوندا، آیا غیر از اینی که در مسئله قدیر خم که اینا سعی میکنن مذهب خودشون رو برتر و خیلی تیز نشون بدن و اهل سنت رو خیلی ساده، چون که اهل سنت میگه فقط پیغمبر خواست بیان کنه که این دوستشه، با انگار که نمیدونستن یاران پیغمبر اینو دوست داره. آیا غیر از این استاد خالد که این قدیر خم مثل حدیث منزلت، مثل حدیثی که پیغمبر میگه حضرت فاطمه تیکه پاره تنش میباشد براش عزیز هست، اینم
قبل از این گفتگو پیغمبر یک چیزی رخ افتاد. این رو پیغمبر، یک عکس العمل پیغمبر بود بر اساس افکار یا کاری که دور برانش کردن، هیچ ربطی به خلافت ندارد. همینطوری که حدیث منزلت به هیچ ربطی به خلافت ندارد، همینطوری که حدیث درباره فضیلت حضرت زهرا سلام الله علیها هیچ ربطی به معصوم بودنش ندارد و غیره. اگر اینو توضیح بدید، یعنی من دارم اشاره میکنم به این قضیه جیش یمن و اون افرادی که بغض داشتن برای حضرت علی و پیغمبر این رو صلاح دید که بیان بکنه این حرفا، نه بیشتر نه کمتر. این یه نکته است که به نظر من استاد خالد بسیاری از دوستان شیعه ما، خود بنده در زمان شیعه با اینی که این هم بنده خودم در رفته بودم آخرین بار 2003 میلادی در تهران، چندین سخنرانی درباره قدیر شینم، هیچ کدومشون در داخل ایران که نشنیدم درباره این قضیه رو قشنگ توضیح بدن. چون اگر توضیح بدن یه عاقل میگه که خب اگر پیغمبر اینو بر اساس اینی گفت که بعضیا اعتراض میکردن بر علی، خب این چه ربطی داره به خلافت؟ ولی انشالله شما خیلی بهتر از من اینو میتونید قشنگ بیان و توضیح بکنید. بفرمایید استاد خالد. اولا اینکه یکی از سست‌ترین ادله رافضیان برای اثبات امامت همین روایت قدیره. بله. یعنی این روایت انقدر واضح هست معنیش و خواست پیامبر صلی الله علیه و سلم از این حرف که اصلا نیاز نیست در این مورد صحبت بشه. این الکی فقط زیاد شده حدیث قدیر و نمیدونم الی آخر. مردم نمیدونن قدیر خوردنی، نوشیدنی چی هست. حدیث قدیر مثلا از هر کسی این پرسی حدیث قدیر، خب اصلا حدیث مهمی هم نیست این روایت. یعنی اونقدر که بهش اهمیت دادن، این همه که بالا بردن، نه اصلا اونطور نیست. خیلی چیز مسئله یعنی پیش پا افتاده که در همون زمان تموم شد و رفت، در همون زمان و همون ساعت تموم شد و رفت که پیامبر چنین چیزی رو پیامبر صلی الله علیه و سلم از این بالاترها و مهمترها رو گفته. اونها رو نمیگیرن که در اصول و اعتقادات به اونها اهمیتی نمیدن. به اینجور مسائل حدیث قدیر، ببینید حدیث قدیر رو فقط از طرف رافضیان گنده شده و بس. این همه اهمیت بهش دادن طوری که انگار از اصول و پایه‌های اسلام است. خیلی در نظر اهل سنت یکی از روایات خیلی عادی هستش که حتی همونطور که خود قزوینی هم در این مقاله آورده، حتی بسیاری از علما این رو قبول نکردن. اصلا بسیاری از علما اصلا روایت من کنت مولا فعلی مولا رو قبول نکردند. بعضی هم که قبول کردن فقط این لفظش رو من کنت مولا و هذا علی مولا، بقیه الفاظش که زیاده هست رو قبول نکردن. چرا؟ برای اینکه از طریق صحیح به صحت نرسیدن اینها. خب حالا ما میخونیم چی نوشته اینجا. بله. حدیث قدیر برترین دلیل شیعه بر ولایت امیر مومنین است که با سندهای صحیح به صورت متواتر از طریق شیعه و سنی نقل شده است. اما در این حال برخی از علمای اهل سنت آمدن که اینو زیر سوال ببرن. اولین عالم کیه؟ از جمله ابن حزم اندلسی ظاهری که با دفاع از ابن ملجم مرادی عداوت خود با امیر مومنین را علنی کرده است. در کتاب الفصل خود می نویسد و اما من کنت مولا فعلی مولا فلا یصح من طریق الثقات اصلا. خب در الفصل فی الملل والاهواء والنحل جلد 4 صفحه 116. خب امام ابن حزم ظاهری مثلا رحمت الله علیه در کتاب الفصل خودش بله که میگوید که مثلا این از طریق ثقات ثابت نشده. خب بله این حرفی هستش که ما هم میزنیم. خیلی از علما بودن که اومدن اشکال گرفتن بر این روایت، که حتی میبینیم که اگر این روایت اونقدر صحیح بود بخاری و مسلم در باب مناقب علی بن ابی طالب می آوردن رضی الله تعالی عنه، ولی اونها این رو نیاوردن. بنابراین شک هایی داشتن بعد الحفاظ بر این رو و این هیچ ایرادی براشون نداره. کی گفته اگر مثلا یک نفر یا یک حافظ حدیث منظورم هست بیاد و شک بکنه در اسناد یک روایت در منقبت فضائل یک صحابی، آیا این شخص دلیل بر اینه که اون حافظ دشمن اون صحابی هست که شما میگید ابن حزم ظاهری یا ابن تیمیه حنبلی و دیگران اینها دشمنان حضرت علی بودن؟ خیر آقا، مسئله علمیه. اینا از طریق علمی، اینا از روی هوای نفسشون احساسات
خودشون جلو نمیرن که سینه خیز بلندشن نمیدونم از دم برن در تا فلان حرم یا مثل بعضیا صدای سگ رو از خودشون در بیارن که بله این احساسات هست. نه خیر، اینها یک سری قواعد جلوشون هست و طبق اون قواعد پیش میرن. بله ممکنه برای ابن حزم رحمت الله علیه ثابت نشده باشه از طریق ثقات و همون لحظه همین حکم داده، همونطور که امام ابن حزم الظاهری ترمذی رو میگه مجهول. ترمذی صاحب سنن رو میگه مجهول، یعنی الان شده دشمن اهل سنت بخاطر این ولی یاسم الله. بله چرا مجهول؟ خیلی راحته، برای اینکه ترمذی آقا جان در ترمذ بوده، خراسان، بعدش در بغداد و اینها. امام ابن حزم تمام عمرش رو کجا بوده؟ در اسپانیا، قرطبه، به دنیا اومده، در اندلس همونجا مدفون هست رحمت الله علیه. تمام اصلا ندیدن به هیچ وجه در هیچ عمری و اصلا هم با هم در یک زمان نبودن. حالا این میگه آقا در نزد من مجهوله، یعنی چه؟ یعنی من این شخص رو نمیشناسم. این دلیل بر نیست که با ترمذی بده. یا اگر مثلا اینها در یک زمان بودن، یا برای ابن حزم ثابت میشد که آقا یک شخصیتی هست در غرب، ببخشید در شرق، که محدث اسمش از ترمذی. خب ابن حزم چی میگه؟ نه هنوز من اینو نمیشناسم. چرا باید چنین حرفی رو بزنه؟ و اون زمان هم که برادر از نه تلفن بود، نه لپتاپ بود، نه کامپیوتر بود، نه نمیدونم اینجور چیزها بود که مردم همدیگه رو بشناسن. شما نمیدونم در اون سر دنیا هستی، با اون سر دنیا میشینی مثلا صحبت میکنی از طریق نمیدونم انواع اقسام مسنجرها و سیستم ها. اون زمان که اینطور نبوده. خب پس این مسئله هم که ابن حزم یا دیگران میگن به این دلیل که از طریق روایات یا از طریق اسناد براشون طبق علمشون ثابت نشده. بنابراین پس پیازداغ رو زیاد نکنید بگید ابن حزم اندلس. خب جالبتر چی هست؟ همین قزوینی در مقالات دیگرش یک روایتی رو نصفه میاره، یک نقل قولی رو نقل قولی از ابن حزم رو نصفه میاره که ابن حزم چی میگه اونجا؟ میگه لعنت بر اجماعی که در اون علی بن ابی طالب نیست. کلا همه این آخوندا یه ویدیو کلیپ هم در قبل نشون داده بودیم، از این خیلی استدلال میکنه از این قول. بله حالا ابن حزم ظاهری اگر مخالف حضرت علی هست و دشمن و عدوش هست، چرا بعدم میاد اونجا چنین چیزی رو میگه؟ آخه حرفای دو پهلو چی هست؟ خب این یک مسئله. اما مسئله بعد میبینیم که امام ابن تیمیه هم که این رو مثلا میگه که تنازع هست در صحتش. امام تفتازانی هم میگوید که این از زورگویی های شیعه است. بله من با این کلام تفتازانی 100% مخالفم، موافقم، ببخشید 100% موافق هستم. این از زورگویی های شیعه است. چطور؟ یعنی شیعه میخواد به زور چیزی رو یا معنی و تفسیری که خودش دلش میخواد برای حدیث سوار بکنه. این میشه زورگویی دیگه، در حالی که حدیث اصلا نه در ظاهرش و نه در باطنش چنین چیزی رو نمیگه و الان ثابت هم میکنیم. خب بعد میاد میگه که علمای اهل سنتی رو میاره که مثلا بالا هم نوشته برای اعتراف علمای اهل سنت به صحت غریب الی آخر اینجا مسائل. و خب حالا اینجا چند تا نکته پیش میاد. اول اینکه یک سری زیادات و احساساتی هستش که آخوندهای شیعه میارن در این روایت. به عنوان مثال پیامبر فرمود که در منطقه غدیر نگه دارید، سپس گفت اونهایی که نرسیدند رو بگید بیان، اونهایی که زودتر رفتن رو بگید برگردن. همه باید اینا از کجا اومده استاد خالد؟ چون اینا رو یک نکته هم هست و میگه که وقتی هم که میگه من کنت مولا فهذا علی مولا و اینها، بعد میگه که همه اینها رو که من گفتم شما که شنیدید به کسانی که غایب هستن هم چه برسونید. یعنی هر کس بتونه این سه تا چیزی رو که من گفتم از روایات غدیر در بیاره، ما از حرفمون برمیگردیم، پس میگیم حرفمون. اینها همه اکاذیب و دروغایی هستش که آخوندان میگن. یا ما اون زمان ابتدایی این در بخاری هست استاد خالد که پیغمبر میفرماید، چون که این یک چیزایی است انقدر تکرار، مسلم نه در ترمذی و نه در هیچ جای دیگه. اگر استاد خالد یادم باشه شما خودتون برای ما یک لینکی گذاشته بودین، خیلی جالب بود. اگر نمیدونم اگر میتونید پیدا کنین اینو بعدن، که اینها ببینید یعنی بدعت همونطوری که سبحان الله پیغمبر اعظم حکمت رو میبینید در اسلام میگه هر بدعتی ضلالت است و هر ضلالتی در آتش، چون بدعت کوچیک شروع میشه. بعدش ببینید از این غلو کردن با غدیر به نتیجه رسیدن آخونده که غدیر عید الله اکبره، بزرگترین عید در نزد خدا. و اخیراً استاد خالد در این صحرای قم اینا میرن و
این ادا اونجا در میارن، ادا این غدیر خم و غیره در میارن. یکی نقش پیغمبر رو بازی میکنه، یکی نقش حضرت علی رو بازی میکنه. یه مش شتر سوار آوردن اونجا، اگه شما یادتونه اینو شاید اگه ما پیدا بکنیم. یعنی این چیزایی که الان ذکر کردید که اینها میگن که پیغمبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که کسایی که نیست بیان جلو و همه رو چیز و اینا، یعنی چیزش میکنن، قضیه رو انقدر بزرگ میکنن که حالا همین سوال اینجا بودش که آیا این چیزایی که اینا میگن که منبر درست کرد و صدها رو هزارا رو گفت بیان جلو، اونایی که اون پشت هستن بیان جلو، آیا این در صحیح بخاری هست یا در صحیح مسلم هست یا در سنن هست به شکل صحیح، یعنی به ما رسیده؟ بفرمایید استاد. بله من نمیدونم اگر صدای ما رو میشنوید استاد خالد باش. پس انشالله این رو اگر ما الان بتونیم به شما دوستان نشون بدیم که اینها بر اساس این روایتی که الان بر اساس میکنیم غدیر چه کارهایی چه غلوفی که نمی کنن، اینو اگر براتون میتونیم نشون بدیم این نقش بازی هایی که در صحرای قم میکنن. یا شاید استاد خالد اگر شما بله اینجاست، شکر خدا خرافات اینا در اینترنت فراوانه. استاد خالد من درباره این صحبت میکردم که شما برای ما یه بار یه لینکی داده بودید که اینها بر همه این اکاذیبایی که اضافه کردن به غدیر خم، چون قضیه غدیر خم میشه تشبیه داد به نظر من، شما تصحیح کنید اگر اشتباه است، با قضیه کربلا یا حتی قضیه‌ای که در یک شنبه ها یا دوشنبه ها ما نقد میکنیم، قضیه مسیحیت. خب مسیحیت شعارش باطل نیست کلا، خداوند محبته و عیسی رو باید دوست داشته باشیم، ولی چی رو اضافه کردن بهش؟ مسیح پرستی و این خرافات های دیگری. یا کربلا حقیقت تاریخی است. ابن کثیر گفته دربارش نوشته، شاگرد ابن تیمیه، و ابن تیمیه لعنت کرده هر کسی که شارک بود در قتل امام حسین. اما چیزی که انتقاد میکنن علمای مسلمین در طول تاریخ از آخوندهای رافضی که اینها این خرافات رو فقط اگر ببینید در تاسوعا اینا چیکار میکنن و خود عاشورا و محرم زنجیرزنی و غیره، این بدعت ها رو که اینا اضافه کردن از این انتقاد میشه. و این الان استاد خالد اگه شما ادامه حرفتون رو میتونید بزنید، من فقط خواستم نشون بدم به دوستان که آخرین بدعتشون اینی که در صحرای قم نقشه مثلی که نشون داده بودیم. بله حالا شما که نشون میدین من فقط رو تکمیل میکنم که حالا به عید قدیر هم خواهیم رسید. پس گفتیم این مسئله این که آقا اونهایی که نرسیدن رو بگین بیاد، اونهایی که رفتن رو بگین برگردن و الاخر، اینها همه چیزهایی هستش ها در منابرشون زیاد کردن باید اصلا نیست، در هیچ کدوم از طرقش وجود نداره چنین چیزهایی. خب چرا اینها رو به مردم میگن؟ چرا این دروغ رو میبندن؟ جناب آقای قزوینی چرا اینجا شما نمیاد بگید آقا دروغ گفت کی هست؟ ابن تیمیه هست یا ما آخوندا هستیم که چنین چیزهایی رو مردم میگیم، یا در کتاب‌های درسی و اینجور چیزها. مسئله بعد که باز پیاز داغش رو زیاد میکنن، آیات کثیری در شأن این نمیدونم روایت آمده هست و اینجا. بله میگن که غدیر خم در چیز بود، حجت الوداع بودش. بله خب آیات چی هست؟ میگن آقا بله یا ایها الرسول بلغ ما انزل. دو تا آیه میگن هر دام از مائده هست، سوره مائده در قرآن نازل شده. اول قبل از اینکه پیامبر بگه من کنت مولا فعلی مولا، آیه نازل شده یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. یعنی ای پیامبر ابلاغ بکن اون چیزی رو که خداوند به تو گفته و اگر ابلاغ نکنی رسالتت نصف کار خواهد بود. اینجا میگن این ابلاغ یعنی ولایت علی هست. پس اینجا بود که این آیه نازل شد و پیامبر دست علی رو بالا برد و گفت من کنت مولا فهذا علی. این کذب محض بر پیامبر صلی الله علیه و سلم. هیچ روایت صحیحی وجود نداره و جهود داشتن تمام مفسرین اهل سنت، حتی اونهایی هم که حاطب اللیل بودن، جهود بسیار زیاد داشتن در خصوص این آیه، که همه مکر و کید اینها رو میدن و رد کردن مفصلا شیعه رو در این مورد، مثل ابن کثیر، مثل آلوسی، مثل نمیدونم
فخر رازی و خیلی های دیگر همه رد کردن تمام حرفا و اکاذیبشون رو و قرطبی خصوصا همه اقوال اینها رو در تفاسیرش رد کردن. یعنی کسی نیاد الان به ما بگه بله در فلان تفسیر شما آمده است که نمیدونم این در قدیر نازل شده. خیر، چنین چیزی نیست. این آیه در ابتدای بعثت نازل شده و بر فرض مثال هم چه در مکه نازل شده باشه چه در مدینه ربطی اصلا نداره به ولایت حضرت علی. چرا؟ برای اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم که پیامبر نشده فقط یک چیزی رو ابلاغ بکنه اون هم ولایت باشه. بابا دیگه اگه واقعا یکم فکر بکنیم، واقعا این دین مسخره نمیشه، این نبوت مسخره نمیشه. آیا به ریش ما نمیخنده که آقا محمد صلی الله علیه و سلم اومد مبعوث شد، اون همه بلا به سرش اومد، خانواده‌اش و نزدیکانش و یارانش شکنجه شدن، مجبور شدن برن به حبشه، اون همه جنگ ها بهش تحمیل شد و همش به خاطر چی؟ به خاطر ولایت علی. ای بابا، پس اینطوری ما همه بریم خارج بشیم، چرا مردم رو دعوت میکنیم به اسلام؟ اسلام چیه؟ دعوت بکنیم به ولایت علی دیگه. درست بهتر نیست اینطور؟ پس این اصلا با عقل جور در نمیاد. و این آیه همونطور که سیده عایشه رضی الله عنها میفرماد که هر کس بگه پیامبر صلی الله علیه و سلم در ابلاغ کوچکترین چیز از وحی کوتاهی کرده دروغ گفته. چرا؟ برای اینکه این آیه خودش مسئله رو ثابت میکنه و این یعنی که این پیامبر جمیع وحی و دستوراتی رو که ما تو وحی میکنیم رو به مردم ابلاغ بکنه، نه فقط یک چیز رو که اون هم ولایت حضرت علی باشه. یک دروغ بعدی این که میگم بعد از این مسئله همه اومدن بله تبریک بگو، بخن اینجور چیزها. بعد آیه نازل شد حالا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام. امروز من چیکار کردم؟ دین شما رو تکمیل کردم، راضی شدم که دین شما اسلام هست الی آخر. بعد از چی؟ بعد از بیعت با حضرت علی در روز غدیر. خب اولا این هم دروغ بسیار بزرگی هست، هم بر خدا و هم بر رسولش. چرا؟ برای که یک روایت صحیح بیارید که مردم در غدیر با علی بیعت کردن. آخه با عقل جو در میاد چطور اینها با علی بیعت کردن بعدن تو سقیفه هم رفتن بیعت کردن؟ یعنی هیچکی به مخ خودش فشار نیاورد بگه آقا ما که چند ماه پیش با علی بیعت کردیم، بله. در بیعت اون هستیم و در میان عرب هم بیعت شکنی هم تو الکی نبوده. شاید الان بگن استاد خالد خب منافق همینه دیگه، کم حافظه است و بر عهدش وای نمیسته. ولی خب حالا جالب اینه در این سقیفه بنی ساعده اونجا یک اختلاف نظر بود بین دو گروه عظیم، انصار و مهاجرین. و اگر انصار میخواستن مثلا مهاجرین رو به چالش بکشن، یعنی ابوبکر و عمر و ابو عبیده ابن جراح و غیره رو رضی الله عنهم، میگفتن بهشون اصلا به شما چه ربطی داره خلافت؟ پیغمبرش شما که اومده داده به علی همه چیز، بگید علی بیاد، شما اینجا چیکار میکنید؟ بله. و همچین این جالب اینه با این دو گروه مخالف هیچ کسی اصلا ذکر اینو نکرد، استدلال نکرد. هیچ کس، نه کسی که در بین این دو گروه بود، مهاجرین انصار، یا خارج از این گروه بود، نه یهودیان مکه مدینه، نه مسیحی، یا نه شیعیان علی به زعم خودشون، هیچ کس. حتی خود حضرت علی مثلا میتونست بیاد بگه آقا به من بیعت داده شده. یعنی خود حضرت علی در نهج البلاغه چی میگه؟ میگه حق گرفتنی، احسنت، نباید سب بکنید که حق بیاد پیش شما باید برید بگیرید. واقعیت امر همینه دیگه. شما حقتون نگیری حقتون میخورن. یعنی کسی نیست بیاد بگه آقا بله فرض بکنید شما در صف نانوایی هستید، خب بله، خیلی بیخیال برای خودتون اونجا واسطید و اصلا این اهمیت هم نمیدید که آقا که این نوبتتون میشه نمیشه، اصلا تو فکر خودتون نید. خب هر کسی میاد جلو از شما میفته، چون کار داره، مردم کار زندگی داره، نمیتونن منتظر شما بمونن که. خب پس هر کسی اگر نوبتش رو نگه نداره میان ازش سبقت میگیره. حالا تا فردا هم بعدن شما شاکی بشه، حالا بعد از اتفاق ماجرا شاکی بشه بگه آقا نه آقا نوبت من بود و اینها. خب مردم میگه آقا شما خودت حواست نبود دیگه، به ما چه، ما که نمیتونیم تمام روز اینجا صبر بکنیم به خاطر شما. پس خود حضرت علی همینو میگه. پس وقتی میگه حق گرفتنیه، نه اینکه حق خودش بیاد پیش شما، پس از باب اولا حضرت علی باید میگه آقا شما به من بیعت دادید در روز غدیر، آیه نازل شد، اکمال دین نازل شد. های جالب این استاد خالد، آیا غیر از اینه که حضرت علی حتی جایزه هم داد به ابوبکر و عمر، بعدش اشاره که این شورای ابوبکر شد و عمر شد
حالا جالب اینه، حالا شاید بگن که شما دیدید در این سریال امام علی که اینو درست میکنه، من دوستان دیدید در اینش میگویند بله شارک مثلا شورای ابوبکر یا عمر شده ولی رفته بود اونجا انتقاد بکنه، بهشون بگید آیا فراموش کردید دیدید من این فیلم سریال حضرت علی. استاد خالد ما فکر کنم اینجا میتونیم با شجاعت بگوییم اگر یک آخوند رافضی یا هر شیعه میتونه برای ما یک روایت صحیح از کتاب مسلمانان اهل سنت بیاره، یک روایت صحیح که علی رفته بود شارک این شوراهای بعد از سقیفه ها، یعنی شورای ابوبکر و عمر که داشتن مردم شورا، این شورا آزادی اسلامه، اگر یک روایت صحیح اینو بیارن که علی رفته بود اونجا که انتقاد بکنه از اونها و بگه که من خلیفه اصلا نص الهی دارم و غیره، خود بنده که 8 سال پیش این دین ننگین تشیع رو ترک کردم میام مشیعه میشم. اگر بتونن اینو بیارن تو ادعای اضافی و الکی هست، مثل همون چیزی که آقا بله اونهایی که جا ماندن صبر بکنید برسن، اونهایی که سبقت گرفتن برگردن، اینا همه حرفایی هستش که خود چه آخوندها زیاده کردن و در فیلم هاشون هم متاسفانه ما چنین چیزی رو می‌بینیم، مثل همون مختارنامه مثلا چرا مختار رو بردن بالا، در حالی که ما در کتب خودشون خوندیم، عالم خودشون، تاریخ شناس خودشون آقای نوبختی چی گفت؟ این ادعای نبوت میکرد، این مذهب کیسانی داشته، این در مورد محمد حنفی ادعای حلولیت داشته میکرده، خدا بود. این و اون آقای کیسان ابو عمره رئیس پلیسش که این دو شده بودن اونجا مثلا دو تا قهرمان در مثلا از شیعیان علی بودن و قبلش هم این آقای ناصبی بود، یکی از کسانی بود، همین آقای مختاری که از کسانی بود که بعد از اینکه امام حسن رضی الله تعالی عنه با معاویه رضی الله عنه بیعت میکنه شورش میکنن بر حسن، از همونا بود، همونایی که خنجر زده بودن به پای حسن. بعدن اومد حالا اونطوری هم شد. چطور اینو پس این همه بالا بردن؟ چطور اینو به قداست دادن به این شخص؟ همونطور در سریال امام علی حالا اون موقع خب اهل سنت منبری نداشتن، اون موقع زمانهایی بود که دیگه قشنگ خفقان شدید بود و اینها، کسی نمیتونست زیاد حرف بزنه در مورد سریال امام علی و نقدش میکنه. ولی اگه الان هم کسی وقت خیلی زیادی داشته باشه بیاد این سریال رو نقد بکنه، خیلی چیزهای پوچ و دروغ و اکاذیب توش هست که میشه قشنگ روش در موردش ساعت‌ها صحبت کرد. در هر حال این مسائل همه اکاذیبی هستش که اینها از جیب خودشون در میارن. و مسئله اکمال دین، خب خداوند میگه الیوم اکملت لکم دینکم، با چی؟ با امامت علی. این چه تکمیل دینی هست برای مسلمانان که بعداً 2 روز بعد میاد این ناقص میشه، میان این اکمال دین رو به هم میزنن. این چه دینی هست؟ این چه اکمال دینه؟ اکمال دین یعنی امامت دیگه و بیعت با علی. خب چطور بعداً یه چند ماه بعد این اکمال دین همه به هم میخوره؟ آیا خدا نمیدونسته چنین چیزی رو که این بیعت بعداً به هم میخوره و روی این بیعت نمیمونند و نمیدونم این امت گمراه میشه و یه نفر دیگه خلیفه میشه و الی آخر. پس هر جا رو ما نگاه بکنیم میبینیم که با عقل جور در نمیاد به هیچ وجه. و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دین. خب این نعمت چیه؟ اصلا در هر جا میشه به اینها اشکال وارد که این نعمت چیه؟ نعمت امامت است، نعمت ولایت است و الی آخر. خب حالا ما میپرسیم آیا مردم بر این نعمت شکر این نعمت کردن یا طور دیگر بپرسیم آیا مردم زیر بار این نعمت رفتن؟ نه، میگن نه نرفتن، مرتد شدن، بعد از پیامبر منقلب شدن. میگیم چرا؟ جوابش چیه؟ برای اینکه آمادگیشو نداشتن، برای اینکه نمیتونستن زیر بار حق برن، نمیتونستن زیر بار عدل علی برند و اینها براش سنگین بود. این میگیم خب خود خداوند چی میگه؟ لا یکلف الله نفسا الا وسعها. درسته؟ یعنی ما بیشتر از وسع شما بر دوش شما قرار نمیدیم. پس اگر این امت وسع عدل علی رو نداره و زیر بار این سنگینی خلاصه به زانو میاد، چطور خداوند یه چیزی رو که در وسع این امت نیست بر دوشش میذاره؟ بعد تازه اسمش هم میذاره نعمت، اتمام نعمت. پس میبینیم باز با عقل جور در نمیاد این مسئله. علاوه بر این که این آیه هم اصلا تمام جمعی مفسرین اجماع دارن که اصلا در غدیر نیست و در مورد حضرت علی نیست به هیچ وجه من الوجوه، حتی یک روایت باطل هم در این مورد ما نداریم. خب مسئله دیگه مسئله گرما و دوستی هستش. حالا قبلا در یک سایت کلمه یک آقای اومده بود میگفت که بله
اون دیگه خیلی قاطی کرده بود انگار. بله شما اهل سنت میگید که پیامبر گفته که من کنت مولا فهذا علی مولا، در اون همه آدم اونجا بودند و در اون هوای میگن فقط به خاطر اینکه بگه هر کس عاشق منه عاشق علی هم باشه. واقعا خیلی خنده‌دار که اینا حب و مثلا اومدن به عشق معنی کردن. ببینید حب، اولا که حب به کسی رو داشتن 100% این نمیشه که مثلا انسان چیز باشه، عاشق مثلا کسی باشه. خب این یک مسئله. اگرچه که حب در اصل مساوی عشق، بله صحیحه، یعنی مثلا کسی میگه این حبیب من هست، حبیبتی یا حبیبی و یا اینها بیشتر از عشق و عاشق میاد. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم که از لفظ حب استفاده نکرد، از لفظ مولا استفاده کرد و مولا یعنی نصرت دادن. همونطور که الله سبحانه و تعالی میفرماید، همونطور که در مورد ولی هم گفتیم، مؤمنان ولی یکدیگر هستن، یعنی نه اینکه خلیفه یکدیگرن، بلکه یعنی دوستدار یکدیگر همدیگر رو نصرت میدن. در همینجا مانند زنجیری هستن زنان مؤمن و مردان مؤمن. خب مسئله دیگر این که میگوین بله این اهل سنت میگن که پیامبر اون همه اونجا نشست و حرف زد و در اون آفتاب شدید و اون همه جمعیت زیاد و اینا، اگه حالا علاوه بر این که جمعیت هم اینها توش مبالغه میکنن، جمعیت زیاد اونجا نبود بلکه محدود بودن و فقط به خاطر اینکه حضرت علی دوست منه اون رو شما دوست داشته باشیم. خیر، ما اهل سنت چنین چیزی رو نگفتیم، بلکه وقتی که اون اتفاقات رخ میده و عده‌ای میان و از حضرت علی شکایت میکنن، همونطور که تایید میکنین حرف ما رو روایات دیگر، حتی خود قزوینی هم بهش استدلال کرد، روایات بریده مثلا و دیگران، پیامبر صلی الله علیه و سلم میاد و بیان میکنه که آقا شما حق و حدود علی رو بشناسید. خب قبل از اون نمیشناختن صحابه، بله قبل از اون نمیدونستن که مثلا حب علی و نصرت علی و موالات علی این همه مهم باید باشه. جوری که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود لا یحبک الا المؤمن ولا یبغضک الا المنافق. قبل از این حدیث که مسلمانان اینو نمیدونستن یا صحابه که اینو نمیدونستن، درسته؟ بله. همونطور که قبل از آمدن آیه مثلا نماز و روزه و زکات، مسلمانان که نمیدونستن چطور باید نماز بخونن، چطور زکات باید بدن، چطور مسائل رو نمیدونستن. پس ابتدا حکمش میاد، بعدن عمل به اون. و خود پیامبر صلی الله علیه و سلم حکمش رو چه اینجا بیان میکنه لا یحبک الا المؤمن ولا یبغضک الا المنافق. متوجه شدن حالا مسلمین که در مورد علی این منقبت هست و ما مثلا باید اینطور و اینطور عمل بکنیم. همونطور که بعدن در اینجا میگه من کنم ملافقه علی، قبلا نمیدونستن چنین چیزی رو، براشون چه ثابت میشه این مسئله. خب مسئله اینکه هوا گرم بوده، آقا هوا گرم هم باشه، اینکه دلیل نمیشه که پیامبر صلی الله علیه و سلم در هوای گرم نماز خوندن. پیامبر صلی الله علیه و سلم اکثر خطبه‌اش در هوای گرم بوده، حج رو در هوای گرم انجام داد. اگر همین اکثرا اونجا هوا گرمه، اگر اینطور باشه که به خاطر هوای گرم مثلا پیامبر هر چیزی رو تعطیل می‌کردن یا به خاطر هوای گرم مثلا حتما باید یه چیز مهمی باشه، این که نشد حرف. در نظر شما ولایت بالاتر یا نماز بدون ولایت؟ ولایت. خب پیامبر یعنی کم اهمیت تر از ولایت رو که نماز باشه رو در هوای بسیار داغ خوندن، طوری که صحابه میگویند که ما روی آستین‌های خودمون سجده می‌کردیم از شدت گرمایی که زمین داشته. پس از این طریق هم نمیتونید یعنی حرفی بزنید یا حجتی نخواهد بود حرفتون که بگید بله هوا گرم بوده و نمیدونم و پیامبر لابد باید حرفی میزدن که باید مثلا خیلی مهم باشه. نکته بعد مسئله الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، باز مثل همون علی و اولا بکن یا آیه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم گفتیم، اینو بارها توضیح دادم. اینجا میام میگه الست اولا بکن من انفسکم، یعنی آیا من اولاتر نیستم به شما از خودتون؟ هم میگم بله یا رسول الله. خب پس من کنتم مولا فعلی مولا، پس هر کس من مولای او هستم علی هم مولا است. این آقایان میان چیکار میکنن؟ میگن که اولا رو از دو جهت معنی میکنن. یکی این که اولا به معنای خلافت و حکومت، دومی که اولا یعنی که پیامبر در تمام مسائل اولا هست، علی هم هست. یعنی پیامبر علی عین پیامبر.
ما از دومی شروع میکنیم و گفتیم که این غیر ممکنه که کسی مانند پیامبر باشه. این غیر ممکن است. در چی؟ آیا در ظاهر، در شکل و شمایل؟ خیر. چرا؟ برای اینکه بعضی از عموزاده ها بودن که یا حتی نوه های پیامبر صلی الله علیه و سلم که کمی شبیه بودن به پیامبر. از این لحاظ ما نمیگیم، از خصلت های پیامبر، خصوصیاتی که مخصوص پیامبر هست، کسی غیر از اون نخواهد داشت. همونطور که پیامبر نبیه، کسی دیگه در نبوت پیامبر شریک نخواهد بود. پس خود حضرت علی رضی الله عنه وقتی که النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، آیا حضرت علی از مؤمنین هست؟ مسلما هست. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم طبق همین آیه 6 سوره احزاب اولا هست نسبت به علی، یعنی به خود علی اولاتر هست، همونطور که نسبت به بقیه مؤمنین هست. خب بعد چطور حالا علی رضی الله عنه میتونه بیاد این خصلت پیامبر رو داشته باشه در حالی که خودش مخاطب اون آیه هست؟ الا اینکه ما یک نیاز داریم به یک نص. یعنی چه نصی؟ این نصی از طرف خداوند که چنین چیزی نیست، نصی از طرف پیامبر که پیامبر بگه آقا مثلا حضرت علی مثل من هست در این امر، چنین چیزی هم وجود نداره. چرا؟ برای اینکه اونجا در حدیث غدیر پیامبر میفهمد که الست اولا بکم من انفسهم، از خودش حرف میزنه، میگه آیا من، نمیگه علی. چطور پس شما از اینجا برای علی استفاده میکنه؟ میگه آیا من نسبت به شما اولاتر نیستم؟ اونا میگن بله یا رسول الله. شاید اینجا بگن که چون که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم داره حضرت علی رو مقابل خود در مقام خلافتی میگذاره، یعنی اگر من اولا با شما هستم در این مسئله خلافت، پس نیز این شخصم اگر یادتون باشه اون کلیپ اون آخوند غیر امامی رو گذاشتی گفت فهازا، اون لهجه آخوندیشون هم میگن فهازا علی مولای، این است میگن یعنی اشاره واضح، اگر من بر شما اولا هستم در مسئله خلافت مولا بودم، پس اینم هست. نه این اشاره واضح اینطور میشد که فهازا اولا بکن مثلی مثلا. اینطور این میشه اشاره واضح، یعنی علی هم مثل من همین اولا هست و همین خصلت ها رو داره بعد از من برای شما، که چنین چیزی رو پیامبر در عمر شریفش نگفت. و مولا و اولا رو حالا میایم نگاه میکنیم که چی هست. اصلا اینها به هم ربطی نداره. اینها میخوان از اینجا این مولا رو که میگه من کنت مولا میخوان معنی بکنن به اولا و این حرف رو احمقها میزنن واقعا. چرا؟ برای اینکه اولایی که اینجا در صحبت میشه و حتی در آیه 6 سوره احزاب هست، اولا که نه معنی خلافت میده، نه معنی حکومت میده و نه هیچ چیز دیگر از این قبیل، بلکه گفتیم منظور اینه که پیامبر صلی الله علیه و سلم عملش، گفتهش و نصایحش، همونطور که بسیار از سنت‌هاش برای ما چی هست؟ از حرف خودمون چه بالاتر، یعنی ما باید حرف اون رو قبول بکنیم، یعنی خودمون رو، نه اینکه مثلا از پیامبر صلی الله علیه و سلم یه چیزی باز ما ثابت شد نه من قبول نمی‌کنم، حرف عقل من ببین، نه. چرا؟ برای که اینجا پر ما اولا به ما هست طبق نص آیه. منظور اینه و گفتیم در این قسمت هم حضرت علی مخاطب همین آیه است، مثل ما هست، هیچ فرقی نداره. و اما مولای داخل حدیث اصلا ربطی نداره به این اولا، اون در صحبت میکنه از نصرت و محبت و یاری دادن، در صحبت نمیکنه در مورد این مسائل. پس ببینید که اینها چطور، چون خودشون از عربی چیزی نمیدونن، مثلا خوانندگان هم نمیدونن، چطور این الفاظ رو که همه با هم 180 درجه فرق دارن در معانی رو به هم میان چه میچسبونن. میگن آقا اون اولا معنی خلافت و حکومت میده، این مولا معنی خلافت و حکومت میده، پس اونجا پیامبر اینطور میگه، پس نتیجه این که حضرت علی مانند پیامبر چه خلیفه است و حاکم است. بعد میگم بعد حدیث قدیر از بزرگترین و مشهورترین نمیدونم استدلال های ما هستش برای امامت و خلافت. بعد استاد خالد یه بار برگردیم درباره این قضایی که این پیغمبر اصلا این کلام رو، این الفاظ رو که استفاده کرد، مردم رو مخاطبه کرد، یک عکس العمل پیغمبر بر یه عده‌ای از مردمی بود، اونم همون جیش یمن بود. اگه این رو توضیح بدید جیش یمن، چون که ما روایتی داریم در کتب اهل سنت، روایت صحیح که پیغمبر خود اینا رو مستقیما مخاطبه میکنه، کسایی که بغض داشتن برای حضرت علی. بعدش میاد این یعنی خود کل این قضیه رو آدم اگر بدون، یعنی مکر آخوندا این هستش که فقط متن حدیث رو میخونن، بعد
اون اعتقاد خودشون رو بهش اضافه میکنن که این درباره خلافته و پنهان میکنن برای مردم، یا خیلی کوچیک میکنن قضیه رو لااقل که این درباره یک فتنه ای بود، یه عده‌ای که به خاطر سوء تفاهمشون بدبین بودن و دست حضرت علی ناراحت بودن. بعد پیغمبر اینها رو مخاطبه کرد. اگه این نکته مگه توضیح بدهید استاد خالد ممنون میشیم. بفرمایید. مسئله این که پیامبر سلام به دلیل چنین حرفی رو نزدن و اهل سنت هم نمیگن به دلیل این حرف زدن. اونهایی که ادعا میکنن پیامبر به خاطر مسئله خلافت و نسب الهی چنین حرفی رو زدن، پس باید دلیل بیارن، یک دلیل قانع کننده باید بیارن که آقا نه مسئله جیش یمن نیست، مسئله نمیدونم این که بعضی از صحابه در لشکر حضرت علی بودند و باش اختلاف پیدا میکنن در بعضی از مسائل زکات و اینها، سپس میان پیش پیامبر و شکایت میکنن و پیامبر از حضرت علی در این مورد دفاع میکنه چون با حق با حضرت علی بود، سپس این رو بیان میکنه. خب اونها چی میگن؟ میگن نه آقا این مسئله بر ما قابل قبول نیست، این حرفی که شما میزنید آقایان اهل سنت، بلکه پیامبر به خاطر اینکه بخواد امامت و خلافت و اینها رو بیان بکنه. میگه خب ما برای حرفمون دلیل تاریخی داریم، احادیث و روایت داریم که صحیح هم هستن، شما چی دارید برای حرفتون؟ شمایی که میگید پیامبر تنها دلیلش این بوده که بیاد بگه حضرت علی رضی الله عنه امام هست و خلیفه هست و امامت منسوب من الله و اینجور چیزها، شما باید یک دلیل تاریخی داشته باشید یا یک دلیل قانع کننده داشته باشید که پیامبر به این دلیل چنین حرفی رو زده. تنها دلیلشون چیه؟ دلیل های مضحک و مبکی. یک اینکه هوا خیلی گرم بود اونجا، دو اینکه پیامبر چیزی که خودشون البته اضافه کردن، گفت اونایی که سبقت گرفتن برگردن، اونایی که جان موندن برگردن و اینها. خب سومین دلیلشون هم بازی با الفاظ روایت هستش که به میل خودشون چه معنی میکنن و الا چه چیز دیگری دارن اینها که بر ما ثابت بکنه هدف پیامبر از این هر خلافت و امامت بوده. چرا؟ برای اینکه هر عرب زبان این روایت رو بخونه میفهمی که اصلا مسئله ربطی نداره به امامت منسوب من الله، اصلا حتی اونی که عربی هم بلد نیست بخون کجا صحبت از امامت منسوب من الله، امام علی و 11 فرزندانش هست. و اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم میخواستن ثابت بکنن که آقا هدف من از این حرف اثبات امامت حضرت علی، پس حرفش رو کراس میزد، نیاز نبود تو پهلو بگه با ایما و اشاره بگه، خیلی راحت میتونست حرفش رو بیان بزنه آقا حضرت علی و 11 فرزندش بعد من خلیفه، این کلام خداست، آیه هم نازل شده الان برای من و الی آخر. چه کسی میتونست حرف بزنه اونجا؟ و خودشون هم میدونن که این نص جلی نیست، همونطور که شریف مرتضی در رسائل خودش میگه این نص خفی هستش. یعنی اگر این مرتضی شریف از بزرگترین علماشون اگر به این نتیجه رسید به عنوان یک شیعه، استاد خالد چجوری توقع دارن آخوندهای شیعه بعد از او که مسلمان‌های اهل سنت جهان بیان به این خزعبلات ولایت و امامت و ولایت امامت در غدیر خم اعتقاد داشته باشن و بلکه بیان این روز رو عید بگیرن و جشن بگیرن؟ آخه یعنی اینقدر سبق عقل حساب میکنن مردم رو که بیان مردم اگر در میان خودشون اینها میدونن که این نص صریحی نیست و بعد بیان بر اساس این نص البته اومدن عید ساختن که شما گفتید درباره اینم صحبت میکنین. چرا بفهمید صحبت گفتیم که این حدیث یک حدیث هست، حدیث خیلی معمولی مثل دیگر احادیث در منقبت و فضائل که در موردش نقاش هم شده، یعنی علما اختلاف دارن، بعضی اومدن گفتن ثابت نشده، بعضی گفتن ثابت شده، همونطور که الان شما مثلا و گفتیم همین که ادعی اومده حدیث قدیر رو تضعیف کردند مثل ابن حزم الظاهری و ابن تیمیه و دیگر، هیچ کدوم مشکلی با حضرت علی نداشتن، هیچ کدوم از طرز شیعه چنین حرفی رو نزدن، اونا در کتبشون مفصلا شیعه رو رد کردن، اگر میخواستن ترسی داشته باشن اصلا در این میدان داخل نمیشدن. این یک. دوم اینکه مثلا که امام سیوطی رحمه الله کتاب نوشته الغرر فی فضائل عمر، در فضائل حضرت عمر هست 40 حدیث بود، در اونجا شاید نزدیک 25 تا احادیث خیلی ضعیف هست، محققین این کتاب اینو بیان کردن. خب حالا چی کنم؟ یعنی امام سیوطی شده دشمن حضرت عمر یا نمیدونم دیگر روایاتی که در تضعیف شد،
پس این مسئله رو اینها خودشون بزرگ کردن برای خودشون و خودشون برای خودشون هم عید گرفتن. چرا؟ برای اینکه اعتقاد خودشونه. برای اهل سنت یک خیلی چیزی هست، پیش پا افتاده‌ای هست. این مسئله خیلی پیش پا افتاده است. یعنی اصلا اونطوری هم که مثلا آقایان میگن مهم نیست. از اون لحاظ که مثلا دنیا و آخرت مردم در مربوط باشه مثلا به این روایت که بله پیامبر چنین چیزی رو گفت و ما هم باید قبول بکنیم و حضرت علی امام هست و خلیفه هست. نتیجه‌ای که در آخر میگیریم این که فقط استاد خالد ببخشید قبل از نتیجه گیری، چون که این لینک رو اگر شما باز کنید، چون که این حرفا رو که شما زدید درباره حدیث و حدیث بریده و درباره اینکه این حدیث بسیار باز است و همچین چیزی نیستش که این آخوندهای شیعه ترویج دادن که این درباره ولایت و غیره است. اگر شما این لینک رو باز کنید برید حدیث شماره 7 که دوستان ما برای شما این حرفا رو که میذاریم مسعوده رو نشون بدهیم، چیزایی که هرگز در عمرم ندیدم آخوندا بیان. اصلا شاید اصلا اولین بار باشه برای دوستان شیعه اسم بریده رو بشنوم و غزوه یمن رو. اگه شما حدیث شماره 7 استاد خالد، چون روایت این روایت کوتاهی است، شاید 8 هم بخونیم که در واقع این شماره حدیث صحیح شماره 7 تمام این قضیه رو یعنی مختصرا توضیح میداد و برای یک عاقل شکی رو باقی نمیگذاره که اولا که پیغمبر اکرم هرگز اصلا این ضد عقل، ضد شرع، ضد فرهنگ اون زمان، ضد همه چیز که پیغمبر اعظم بیاد و بگه که من کنت مولا فهذا علی مولا، حرف درست، ولی اولا که از کلام استفاده کنه که بیش از 100 معنا داره زمان عربی، از خلیفه استفاده نکرد. دوما هر کلمه ای که اگر معانی متعددی داشته باشه در جایگاه خودش معناش واضح میشه و الان میخوام بریم دوستان عزیز که واضح میشه معنای مولا در میان عرب. مولا میتونه مثلا سرور کسی میتونه هم باشه یا مولا میتونه یه برده باشه، درسته؟ پس اولا این است و دومین نکته بسیار مهم، پیغمبر هرگز همون که عرض کردم در ضد شریعت، ضد عقل، ضد نقل که جای خود، ضد فرهنگ اون زمان، پیغمبر اینها چون که میگن مولا یعنی خلیفه، این اصلا ضد عقل دیوانگیه. آدم بیاد استدلال کنه که پیغمبر اصلا تهمت به پیغمبر استدلال تشیع و آخوندهای شیعه که میگویند که پیغمبر اعظم صلی الله علیه و سلم گفت هر کی که من بر او خلاف خلیفه هستم اینم خلیفه اوست. یعنی ما دو خلیفه داریم در عین حال. اصلا این کفر محضه، اصلا ضد شریعته. کلمه بعدی بعد بیاد بعد از من که هم اصلا هرگز همچین چیزی نیست. ولی الان استاد خالد من این شماره 7 این رو اسکرین گذاشتم، این روایت صحیح هستش از ابن کثیر، خیلی کوتاست، خلاصه که کل این قضیه رو واقعا برای یه شخص عاقل هیچ جایی برای فرار نیست. بایستی آدم اعتراف کنه، یک منصف بایستی آدم اعتراف کنه که خب بله پیغمبر اعظم این کلامه من کنت مولا و علی مولا بر اساس رفتار و افکار عده‌ای گفت و از این رفتار و افکار عده‌ای و عکس العمل پیغمبر قشنگ مشخص میشه که معنای مولا چیست. آیا خلافت یا محبت و نصرت دادن، نه محبت عادی، مرتبه و بالا. خب استاد خالد بفهمید این شماره 7 روایت ان بریده بفهمید. اینجا میبینیم که از بریده ابن حسیب الاسلمی ابن کثیر در البدایه و النهایه جلد 5 صفحه 184 میگه که ان بریده قال غزوت مع علی اليمن فرأيت منه جفا فلما قدمت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عليا فتنقصته فرأيته وجه رسول الله يتغير فقال يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم قلت بلى يا رسول الله قال من كنت مولاه فعلي مولاه. خب استاد خالد این روایت صحیح خیلی مختصر. حالا اگر شما لطف بفرمایید شماره 8 هم بخونید چون که این یک کمی مفصل تره. هر روایت رو میریم آدم جلو فکر کنم تا اینجا، ولی حتی همینجا چیز کفایت میکنه. این شماره 8 هم بخونید که خود متنش برای هر کسی چه مسلمان چه غیر مسلمان قشنگ واضح میکنه که منظور پیغمبر چی بود. بفرمایید استاد خالد. شماره 8 در البدایه و النهایه هست میگه که ان بریده قال بعث رسول الله صلی الله علیه و سلم بعثتين الى اليمن
على احداهما علی بن ابی طالب و علی الاخرى خالد بن ولید. خب میگه که پیامبر صلی الله علیه و سلم دو تا سپاه رو میفرسته به یمن، یکیش برای علی بن ابی طالب بود، یکی هم به قیادت خالد بن ولید. و قال اذا التقيتما فعلي على الناس و اذا افترقتما فكل واحد منكما على جنده. قال فلقينا بني زيد من اهل اليمن فاقتتلنا فظهر المسلمون على المشركين فقتلنا المقاتل. خب بعد میگه که پیامبر صلی الله علیه و سلم اینها رو میفرسته اونجا و که مثلا برای دعوت و جهاد. بعد میگوید که با بنی زید از اهل یمن ما جنگ کردیم، پس مسلمان ها پیروز شدن و مشرکین به هزیمت رفتن یا شکست خوردن و میگه ما جنگ سختی رو کردیم. بعد میگه که فاصطفى على امرأة من السبيف لنفسه قال بريدة فكتب مع خالد بن الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بذلك فلما أتيت رسول الله دفعت إلي الكتاب فقرأ عليه فرأيت الغضب في وجه رسول الله فقلت يا رسول الله هذا مكان الآية بعثتني مع رجل وأمرتني أن أطيعه فبلغت ما أرسلت به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقع في علي فإنه مني وأنا منه وهو وليكم بعدي. خب بعد میگه خب یه چیزای غنیمتی اینها پیش اومد و علی چه کار میکنه؟ ببخشید فاصطفى علی علا خوندم فاصطفى علی امرأة من السبی و علی میاد چه کار میکنه؟ یک زنی رو میگیره برای خودش از اونها، از یعنی چیزهایی که باقی مونده بود. بعد همون غنیمتی که در انجیل هم هست. من بریده بعدم میگوید که من تکرار مقدس باش بودم، نوشتم یک نامه نوشتم برای پیامبر صلی الله علیه و سلم و اینها رو برای پیامبر توضیح دادم. بریده مخالف این مسئله بود که چرا علی این کارو کرده. بعد میگه که برای پیامبر این کتاب رو خوند یا این نامه رو خونده شد که بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که لا تقع فی علی، در مورد علی صحبت رو نکن، چرا اینکه من از او هستم و او از من هست و هو ولیکم بعدی و هو ولیکم بعدی. برادر عزیز باز زیاده هست در این حدیث. این تیکه حدیث ضعیفه، خود ابن کثیر اینجا میگه. یعنی اینم استاد خالد انام یک طریق دیگه از این روایت در غدیر خم که اینجا هم ثابت میشه که چون که یک شخص به نام بریده که افرادی بودن از لشکر حضرت علی که در یمن بودن، از دست حضرت علی ناراحت بودن، در مسائل غنیمت بود ناراحت بودن، این رو ابلاغ کردن به پیغمبر و پیغمبر بعد صلی الله علیه وسلم عکس العمل نشون داد. اینجا نوشته که به شدت چیز شدن، عصبانی شدن بر اینی که انتقاد میکنن از علی. بعد اومد این رو گفت. حالا اینجا لفظ چیز اومده فانه منی و انا منه، از او هستم و او از من است، و در الفاظ دیگه من کنت مولا فهذا علی مولا. پس استاد خالد خود این تمام این متون چه در صحیح بخاری چه این روایات ابن کثیر آیا برای عاقل ثابت نمیکنه که این قصه مثل این قصه و افسانه هایی که آخوندها درست کردن که پیغمبر اومده تصمیم گرفته من الان بایستی خداوند بهم گفته بعد ولایت رو ابلاغ کنم، اینا کذب است؟ آیا استاد خالد این باید عاقل برای یک حقیقت جو با انصاف حتی غیر مسلمون اگر بهش آدم توضیح بده، آخه نمیگوید به خودش آدم نباید فکر کنه به خودش که آدم بگوید که خب ببینید این مسئله اینطوری نبود، این آخوندها اینطوری به ما میگفتن، پیغمبر تصمیم گرفت، جبرئیل اومد بهش گفت بعد بگه. قضیه این بود که یه عده‌ای از لشکران حضرت علی، عسکریان حضرت علی از دستش ناراحت بودن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم متوجه این قضیه شد. بعد که متوجه شد یه عده‌ای از دست حضرت علی ناحقاً حق نداشتن، ناراحت بودن، اونها رو برحذر کرد و بهشون گفتش که از اون اشکال نگیرید، من کنت مولا فهذا علی مولا، یا فانه منی و انا منه، من از او هستم او از من هست، فانه منی و انا منه، و من از او هستم. یعنی استاد خالد خود این تمام این متون آدم پشت سر هم بزنه نشون نمیداد که این درباره نصرته، درباره دوستی حضرت علیه و نه دوستی عادی. بعضیشون میان و میگن که از حالا فرضاً درست روایتی که حضرت که بسیاری از علما درست نمیدونن، من میگن حضرت عمر اومده تبریک عرض کرده به حضرت علی، میگن کسی میاد تبریک عرض میکنه برای کسی اینی که پیغمبر گفته دوستی. آخه اینا متوجه نمیشن اگر پیغمبر جلوی جمعیتی و من جمله از اونها یاران بزرگشن و میگه که من کنت مولا فهذا علی و مولا با صدیق فرق داره. مولا در از به نظر
دوستی یعنی مولا، یعنی دوست بسیار نزدیک و محبتش واجب. خب پس بنابراین اومده حضرت عمر تبریک عرض کرده. و دیگه اگر میخوایم انشالله در روزهای آینده یا هفته دیگه مفصلا بیشتر درباره قدیر صحبت بکنیم که مهمترین نکته این استش که خود حضرت علی قدیر خم رو هرگز مثل تشیع متوجه نشد، بلکه مفهومش مثل مفهوم اهل سنت بود. بنابراین ما روایت هایی داریم که در نزد حضرت علی اومدن صحابه و بهش گفتن السلام علیک یا مولا، مولا المؤمنان. حضرت علی ازشون اعتراض کرد، گفت چرا باید میگید مولا؟ چرا؟ چون که فکر کرد متوجه شد مولا یعنی گفت شما عرب هستید، آزاد هستید، شما که برده نیستید. بعد گفتن نه، همونطوری که پیغمبر فرمود ما منظورمونه، یعنی محبت و نصرت. بعد حضرت علی گفت باشه. ولی خب به هر حال این استاد خالد و دوستان عزیز، این اگر آدم تحقیق بکنه، روایت ها رو کلش رو بخونه و قضیه‌ای که پشت سر این روایت ها هست، آدم میبینه که قدیر خم حقیقتی هست مثل کربلا، ولی همونطوری که کربلا هیچ ربطی نداره به امامت و تشیع و غیره و پر از اضافه شده به خرافات دیانت شیعه و این اراجیف باف آخونده، همچنین قدیر خم حقیقتی است که هیچ ربطی نداره به ولایت و امامت و خلافت، بلکه اصلا کفر محض است آدم بگوید که پیغمبر داره میگه من خلیفه هستم، این خلیفه است، نه بعد از من میگه من کنتم مولا فقط علی مولا، اون که من مولاشم اینم مولای من است. اینا میگن که پیغمبر یعنی منظورشه او که من خلیفه او هستم، اونم خلیفه من. این اصلا تضادی است و خود روایت ها ثابت میکنن که کلمه من کنتم مولا یا در این روایت فانه منی و انا منه، این درباره این بود که ادعی بدبین بود از حضرت علی. بعد پیغمبر مقام حضرت علی رو واضح کرد تکرارا جلوی همه علنا. بله استاد خالد بفرمایید. پس نتیجه گرفتیم که مسئله قدیر مسئله از خیلی عادی و هرگز این روایت صحبت نمیکنه از امامت منصوب من الله و نه از امامت 11 نفر دیگر به هیچ وجه. یعنی مسئله خیلی واضح هست، نیاز نیست ما اینقدر سر خودمون رو به درد بیاریم و سر بینندگان رو هم سر این مسئله پیش پا افتاده. آقا بر فرض مثال قبول امامت علی در اینجا ثابت شد، حرف شما درست، 11 نفر دیگر چه میشه؟ اینو چه داره میخواد جواب بدید؟ اینم هست. بله اون همیشه فراموش میکنیم که ولا اینی که درست باشه اینو با چه اجازه 11 تا اضافه کردن؟ کجاست دلیل؟ این نص ببینید، دلیل یا باید دلیل قرآنی باشه که نیست، دلیل در سنت پیامبر که نیست، دلیل اگر بگیم خود حضرت علی کارو کرده بقیه رو هم داخل امامت که این که دیگه نمیشه، دیگه مضحک مبکیه. چرا؟ برای که حضرت علی صاحب شریعت نیست که هر کاری دلش میخواد بکنه. مردم رو امام آقا مگه شما نمیگید امامت منسوب من الله نه منسوب من علی؟ حالا ممکنه یک رافضی بیاد اینجا بگه آقا بله خداوند این یعنی قدرت رو به حضرت علی حالا داد. کجاست دلیل؟ دلیلش کجاست؟ دلیل قرآنیش کجاست؟ احسنت. بدون دلیل که حرف نمیشه. بدون دلیل هر کسی میاد یه چیزی میگه و همین حرفا رو ما میتونیم در مورد مثلا ابوبکر و عمر و عثمان بزنیم. بنابراین اینجا هستش که کلا بعضی از علما به خاطر همین مهملاتی که اینها دارن اومدن گفتن کل این مسائل همه از اختراعات شیعیان است، خصوصا که امام ابن حزم میگه و شاید تقریبا از 100% 95% رو صحیح گفته، راست گفته که اکثر این مسائلی گفته اینا همه از خرافات و از خلاصه چیزهایی که درست کردن اینها برای خودشون یک نوع چه میگن عقیده‌ای درست کردن از روی خرافات و مهملات و فکر میکنن که نه این صحیحه و ما باید تازه دیگران رو هم بهش دعوت کنیم. مسئله آخر مسئله عید هست. این که چطور این مسئله‌ای که این همه اختلاف توش هست میتونه عید باشه. دوم این که اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم نبود علی نبود، درسته؟ دقیقاً. اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم متولد نمیشد یا بعد و به بعثت نمیرسید ولایتی در کار نبود. یه عده آخوندم نمیتونستن بعدم یا از این طریق نون بخورن. پس همه چیز برمیگرده به پیامبر صلی الله علیه و سلم. چیز مهم پیامبره و میلادش هست و اگر این پیامبر صلی الله علیه و سلم نبود اسلامی نبود.
هدایتی نبود، بدری نبود، احدی نبود، خندقی نبود، رمضانی نبود، حج الی آخر. پس همه اینها می‌بینیم که بیشتر به با پیامبر صلی الله علیه و سر کار داره. همونطور که می‌فهمید که با این که آیه اگر لفظش از ذهنم رفته، اما معنیش این هستش که و تو دعوت می‌کنی به صراط مستقیم، یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم. خب در جای دیگر می‌فهمید در انبیا و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. در توبه حریص علی المؤمنین هست، حریص است بر مؤمنین، رحمتی هست برای عالمیان، هدایت کننده به راه مستقیم، دعوت کننده اینطور بگیم به راه مستقیم هست. همه این فضائل، این مناقب با پیامبر صلی الله علیه و سلم و اگر اون نبود این هم نبود. پس از باب اولا این بهتر بود که عید اون رو میگرفتن، یعنی میذاشتن پیامبر رو، میلاد پیامبر رو عید میگرفتن مسلمانان یا صحابه یا تابعین یا سلف صالح، ولی چنین کاری رو نکردن، عید نگرفتن، حالی که همه چیز با پیامبر هست. حالا چطور یک مسئله مثل عید غدیر میاد و عید میشه؟ کی این رو عید گرفته؟ خود پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح ازش هست که میفرماید مسلمانان 2 تا عید دارن، عید فطر و عید قربان. حالا دیگه هر کشوری برای خودش یک فرهنگی داره، درسته؟ یک آداب و رسومی داره. بعضی جاها رو جشن مثلا در ایران عید نوروز هست، نمیدونم در فلانجا عید وطنی هست، در فلانجا نمیدونم عید، البته عید نوروز در میان کردستان و ترکیه و اینا هم هست. علی ای حال این چیزها یعنی برمیگرده به فرهنگ و مشرب مردم که ربطی نداره با دینشون، چون همیشه که فرهنگ یا تاریخ نباید با دین مردم یکی باشه. خب همونطور که الان مثلا اسره مسیحیت هم. خود عیسی مسیح ما ابرانی کجا بود؟ مال بیت لحم بود، اصلا ربطی نداره به اروپا. به فرهنگ اروپا رو مگر نگاه بکنه اکثرش بت پرستی هست. اون هم بت‌هایی که در زمان روم قدیم و اونجور چیزها بود، اونها بر همون اعتقادات بودن تا اینکه مسیحیت داخل میشه به اروپا. و علی حال و هیچ کسی نمیتونه این اعیاد رو بیاد عید اسلامی اعلام بکنه. یعنی مثلا یکی بیاد بگه آقا عید نوروز عید مسلمینه یا عید اسلامی، نه نیست. که البته تشیع این کارو کرده بود. بله، نماز هم توش هست، روزه بگیرید، نماز بخونید، غسل بکنید، اینا در کتابشون هست. ولی علی حال هیچ انسانی نمیتونه چنین کار بکنه. عید اسلامی نیست، برای اینکه عید مسلمین 2 تاست، عید فطر و عید اضحی. عید ایران، عید باستانی اینطور. اما اینکه بخواد بیاد اینو جلوه اسلامی بهش، عید وطنی رو بیاد جلوه اسلامی بده، نه. خب پس پیامبر وقتی ازش ثابت شده، چطور حالا ما میتونیم با چه دلیلی میتونیم بیایم بگیم یک عید دیگه ای هم هست به نام عید غدیر که عید الله الاکبره، از همه این عیدا بالاتره؟ دلیلش کجاست؟ از کتاب و سنت دلیلی وجود نداره. خب میگم بله چیز هست در روایات خود مثلا شیعیان هست که امام ها میگفتن عید الله الاکبر هست و این عید. میگم خب ممکنه یعنی اینطور بیان میکنیم کتاب های شما که بر ما حجت نیست، روایات های شما که بر ما حجت نیست، درسته؟ پس حالا اینجا که اختلاف کردیم چیکار باید بکنیم؟ بعد ببینیم پیامبر صلی الله علیه و سلم چه کار کرد. یک دلیل میخوایم که پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین روزی رو عید گرفتن. چون که میگن، چون که استاد خالد شاید بگن که روز غدیر همون روزی بود که دین تکمیل شد، الیوم اکملت لکم دینکم. و میگن خب چون که میگن که آخوندا میگن خب اهل سنت میان ازشون انتقاد میکنن، میگن شما خرافیان که غرقید در بدعت دیانت تشیع اومدید عیدم تراشیدید، اون عید غدیر خم اونم عید برتر از بقیه عیدها. بعد میگن که نه ما عید نتراشیدیم. شما میگویید، شما اهل سنت میگویید که کی پیغمبر این عیدو گرفت؟ خب میگوییم که خب این آخرین چیزش بود دیگه، در آخرین طول عمرش، آخرین زمان عمرش بود صلی الله علیه و آله و سلم، و در همون چیز بود، روز تکمیل دین، اکمال دین، و بر این اساس ما این عید رو میگیم. ولی حالا سوال این استاد خالد، در همون روز، در همین خطبه غدیر خم، در همین غدیر خم عید بود دیگه، درست استاد خالد؟ اولین عید بود به زعم آخوندا، چون که ولایت حضرت علی چیز شد، برای 100مین بار بیان شده که بعد اینا بیان بگن که در رضیت الخمیس اومده حضرت عمر چیزی رو پنهان بکنه، با اینی که میگن علنی شده.
حالا استاد خالد کجا پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت اصلا ضعیف و باطل اومده این روزو عید گرفته، بعد لااقل مثلا در کتاب اهل سنت روایت ضعیف و باطل اصلا بیارن، اصلا روایت ضعیف بیارن که مثلا حضرت حسن یا حضرت حسین اومده این روزو عید گرفته. آها یا همچین چیزی هست استاد خالد؟ خیر چیزی وجود نداره و الا اینکه واقعا خودش ساختن. یعنی اگر ما بخوایم واقعا این روایت هایی هم که خودش ساختن بررسی بکنیم میبینیم که واقعا این چیزی چنین چیزی اصلا وجود نداره. یعنی ساختگی هست، بعدها ساخته شده این چیزها، مثل همون عید الزهرا یا فرحت الزهرا و اینجور چیزها. مثلا چرا میگه آقا عید الزهرا؟ بابا کی هست فاطمه زهرا عید گرفت روز شهادت حضرت عمر؟ و کی حضرت علی که شما اسمم گذاشتید روی عید الزهرا فرحت الزهرا؟ کی حضرت امام حسن مجلس گرفتن و عده مخنثین که دو جنسه ها اومدن بعدن دامن پوشیدن اونجا جلوی آخوندا غیر دادن و این کارا رو میکنن. در عمر کشان هنوز هستش، در اصفهان هنوز هست، در بعضی جاها در قم هست، در نجف هست. کی همین مسخره بازی هایی که خبیث لندن انجام میده و بادکنک می‌نویسن، بادکنک میندازن هوا، نمیدونم اینجور کی امام حسن این کار رو کردن؟ نیست. یعنی مشخصه اینا همه زاده شده هست، خصوصا همه اینا در زمان صفویه. اینجور خود اولا استاد خالد 5 دقیقه بیشتر نداریم بکنم، بله دیگه به اتمام این مقاله رسیدیم. بله. فقط اگر شما خیلی مختصرا، چون که در ابتدا فکر کنم توضیح ندادیم متاسفانه ببیننده، که این مقاله پاسخ به کی بود در واقع و چی رو میخواستن اینا ثابت بکنن و نتیجه این. فقط دوستان دقت کنید که ببینید هیچ وقت دوستان عزیز، این یک توصیه از بنده هستش، از این تایتل هایی که آخوندا به خودشون دادن آیات الله عظما و مراجع عظام، هرگز از این اسما نترسید. حتی کسی که ببینید ما در نقد مسیحیت آقا کشیش و دکتر ساسان توسلیه و دکترات دارند دکترات در غرب از دانشگاه برمینگهم در اسلام شناسی، با این حال اسم دکترا در اسلام شناسی، اسمی که هر بچه ایرانی میتونه تلفظ کنه، اون دیگه دکترات در این مسئله داره آقا. نمیتونم بگم فارسی من ضعیفه. اسماء صحابه را اشتباه میگن، آیات قرآن را اشتباه میگن، اسماء سوره قرآن یعنی اشتباه فاحش که انسان آزاد بعد به خودش بگه خب ولی اینی که اسم این پروفسور باشد، پروفسور بعد ثابت میشه بر عملش که واقعا حقا لیاقت این داره به اون آدم بگه دکتر و پروفسور. خب اینا هم اسم خود رو میزنن آیت الله قزوینی، آیت الله فلان. اینم وبسایت ولی عصره، یکی به قول خودشون از بهترین سایت های شیعه، تحقیقی شیعه، که اومدن اینجا 40 روایت صحیح در اثبات امامت از کتب های شیعه و سنی. این رو ما برای شما بررسی کردیم. طبعا کاری نداشتیم با روایت شیعه، اصلا حجت نیست برای مسلمونا. اونا روایت مهمی که میگن در کتب اهل سنت. حالا فقط چون این آخرین 2 دقیقه استاد خالد که دیگه چیز بشه، جنبندی این کل برنامه بشه، به اتمام این برنامه رسیدیم. 2 جلسه بود، پنجشنبه پیش و امروز، که استاد خالد این هدف آخوند از این مقاله چی بود؟ پاسخ به کی بود؟ میگفت تحدی بود از یکی از اساتید اهل سنت که اینا به اصطلاح پاسخ دادن و نتیجه این کارشون چی بود و یک انسان منصف، چه الان شیعه باشه چه اهل سنت باشه، گوش کنن نتیجه گیریش چی باید باشه از این 2 جلسه اخیری که ما اینجا اجرا کردیم و برای دوستان با نشان دادن مصادر پاسخ همه شبهات این مقاله رو داریم درباره روایات اهل سنت. بفرمایید استاد خالد، یه 2 دقیقه وقت دارید که باید رفع زحمت کنیم. بفرمایید استاد خالد. در اصل این در جواب یعنی شیخ عبدالله حیدری بود که تحدی کرد و گفت آقا شما یک روایت صحیح بیارید. برای اینها هم رفتن یک قطار روایت آوردن که 5 تاش فقط ما مال اهل سنت بودن، همه این روایت ضعیف بودن یا اینها برداشت کردن به میل یا اون روایت دستکاری شده بود توسط راویان شیعه و اینکه جمعی این روایات فقط صحبت میکنن از امامت یا خلافت یک نفر، در حالی که اینها ادعاشون چی بود؟ اثبات امامت 12 امام. بله. و این 12 امام چطور اثبات شد امامتشون؟ حتی اسمشون هم نیفتاد. جالب اینه استاد خالد، اسمشون هم نیومد. احسن. و فقط اگر بر فرض مثال بگیریم این
شبهاتی که اینها آوردن که ما جواب دادیم و باطلش کردیم اگر بر فرض مثال صحیح بود یا اونطوری که اونها ادعا میکنن بود، پس چیزی که ثابت میشه فقط خلافت حضرت علی ثابت میشه و نه خلافت دیگه، یعنی 11 نفر دیگر. برای این یک نوع بازی که بود که اینها کردن و یعنی در نهایت میتونم یه مخاطر کم بود وقتی که یک نوع توف سربالا بود، همونطور که جناب قزوینی میگه یه توف سربالایی بود برای خودشون و الا هرگز این ربطی نداره به مسئله امامت و خلافت این منصوب من الله. بله، اینم فرق بین این برنامه و شبکه‌های ضاله رافضی، این جمله ولایت، وقاحت و غیره میباشد. دوستان عزیز که میبینید هر چیزی که شما از اینها ببینید، چه ویدیو باشه، شما چه خوب اگر ضبط کنید از برنامه هاشون به ایمیل ما برفرستید، این زیر افتاده دعوتگران، فیسبوک دعوتگران و برنامه افشاگری دعوتگران رو به سوی جهنم فراموش نکنید. به ایمیلمون هم میتونید که این دعوتگران این زیر افتاده ایمیل بزنید. بهترین کار این هستش که دوستان فعال همکاری ببینید. دوستان عزیز بعضی میگن آخ کاش ما نمیتونیم کمک مالی نمیتونیم کنیم، از ببخشید اساتید و غیره. میگیم که دوستان عزیز همین هر کسی تا حد توانای خودش میتوند کمک کند. همین این که دوستان پیروی کنن از شبکه‌های رافضی، قشنگ مرتب مثلا اینا رو ضبط کنن، نه فایل‌های 1 گیگابایتی، مثلا 10 دقیقه 15 دقیقه هم باشه درباره یه موضوع، کل شبهه بدون قیچی کردن. نهج روش منهج قیچی کردن و تدلیس و تلبیس و شیطانی من آخوندهاست. بنابراین میبینید اخیراً تازه شروع کردن، اونم اصلا این شبکه رو که اسمشو نمیارن، شبکه وصال رو، شبکه جهانی وصال فارسی اسمش هم نمیارن، مثل بسم الله است برای آخوند. ولی الان چون که در گیر افتادن با شبکه مبارکه کلمه، اونم این کلیپ ساختن رو و رد کردن شبهات رو که شبکه اهل سنت شروع کردن، چون که آخوندها زیر فشار هستن اخیراً اومدن کلیپ سازی میکنن. اما کلیپاشون اگر دقت کنید دوستان یعنی فرق واضح است، روشنه، از هر من الشمس. در برنامه ما اگر یادتون باشه الان چون که یه ذره تنوع باشه در ماه اخیر، هر برنامه‌ای که ما از آقا قزوینی اینجا پخش می‌کردیم حداقل 30-40 دقیقه بود، هیچی رو قیچی نمی‌کردیم، حتی سرود کفری ابتدای برنامه رو قیچی نمی‌کردیم، علی ای یا تو شهر ولایتی، آیات قرآنی یا الی آخر والیعاذ بالله. پس دوستان عزیز این تفاوت این برنامه است که یک محقق حقیقت جو میتونه قشنگ مشخص بده که این آخوندا که میان ادعای بزرگی میکنن، چند تا مقاله درست میکنن یا چند تا مصادر فقط نشون میدن، اما در این شبکه ها ما به شما قول میدیم که روش و نهج این برنامه این هستش که دونه دونه حرفا اینها رو، همه این کارهایی که این آخوندا میکنن فکر میکنن مثلا ردیه نوشتن، خوراک برای ما این مقاله و این برنامه هاشون که شما همکاری کنید دوستان عزیز، به ما برفرستید، اینها رو ضبط کنید، مقاله ها رو برفرستید، بلخص ویدیو ها رو مرتب اینا رو برفرستید. ما قول میدیم ان شاءالله تا جایی که توان داشته باشیم همه اینها رو پاسخ بدیم. دوستان عزیز به پایان برنامه رسیدیم. ان شاءالله بعد از این برنامه آقای هرمزی باشد که سری در تاریخ ایران می باشد که یه تذکراتی هم اینجا بکنیم. مراراً تکراراً فرمودیم که این برنامه متعلق به ما نیست و نظرات اختلافی هستش و این آزادی هستش بین مسلمان ها. در این برنامه انشالله اگر تلفن هاشون در نمیدونم امروز خواهد بود یا در روزهای آینده، با اینی که طبعا مطالب های تندی دارن و هر کسی که مخالف هست، خود بنده مخالفه بسیاری مخالف نظر دارم در خیلی از مسائل، اما هر کسی که تواناشو دارد، علمشو دارد، میتوند بیاد پاسخ بدن انشالله یا امروز یا در روزهای آینده که تلفنشون رو باز میکنن. به هر حال این دوستانی که این فحاشی ها رو و این ایمیل ها رو از این متاسفانه از این نجات پرستان افراطی به ما میرسن، اینها رو به این برنامه ندن، بلکه برفرستن به برنامه همین آقای هرمزی که خودشون ایمیلشون افتاده از این نوشته. دوستان عزیز شما همگی رو به خداوند بزرگوار می سپارم و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.